سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما مخاطبین خوب وارش اسپورت. همکاران اگر تایید بفرمایند که صدای من رو داریم که میتونیم کم کم با اومدن هوادارهای بیشتر لایو رو شروع کنیم. لایوی که به صورت همزمان در اینستاگرام و یوتیوب وارش اسپورت در حال پخشه. این توضیح رو من قبل از اینکه لایو رو شروع کنیم بدم که ما هفته گذشته یک برنامه زنده داشتیم با آقای نعیمی پور که یک سری صحبت اونجا مطرح شدن و در مقابل الان جناب آقای زحمتکش رو داریم که در مورد صحبتایی که اونجا شد و همینطور صحبتایی که توی این مدت خودشون مد نظرشون هست بتونن صحبت کنن که به هر حال هوادارهای ما یه خورده نسبت به مسائل آگاه بشن و خیلی چیزها رو یک طرفه نشنون و خودشون بتونن با شنیدن گفته های طرفین به صورت منطقی قضاوت کنن. البته یک قولی رو هم ما از جناب آقای جهانبخش آرمان مدیر کل ورزش و جوانان گیلان گرفتیم که در یکی دو روز آینده خدمت ایشون هم بریم. ایشون هم قراره که یک صحبتهایی رو برای هواداران داماش داشته باشن. حالا چه صحبتهایی دقیقاً که بعد ببینیم که ایشون چی مد نظرشون هست. دوستان اگر سوالی یا نکته‌ای هم دارید میتونید تشریف بیارید توی لایو یوتیوب ما و اونجا کامنتاتون رو بذارید. متاسفانه ما کامنت های اینستاگرام رو نمیتونیم ببینیم، به این شکل که داریم لایو میریم به کامنت های اینستاگرام دسترسی نداریم، ولی کامنت های یوتیوب رو میتونیم ببینیم. احیانا شما مگر سوالی از جناب آقای زحمتکش داشته باشید حتما سوالای شما هم با ایشون بعد از اینکه صحبتاشون رو شنیدیم مطرح خواهد شد. فکر میکنم آقای زحمتکش رو داشته باشیم. من سویچ میکنم به تصویر ایشون و در خدمت ایشون هستیم. جناب زحمتکش سلام علیکم. من سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان کانال یوتیوب و اینستاگرام وارش اسپورت. جناب زحمتکش اگر خیلی خلاصه بخوایم ماجرا رو شروع کنیم، حالا فکر میکنم برای هواداران فکر میکنم اینطوری جالب باشه، حالا باز هر جوری که مد نظر شماست. البته فکر کنم مهمترین سوالی که ذهن مخاطبهای ما رو مشغول کرده باشه اینه که از نظر شما آخرین توافقی که به هر حال با گروه دامون صنعت یا آقای نعیمی پور وجود داشته چه توافقی بوده و اون توافق نهایی که وجود داشته نتیجهش چی شده؟ یعنی نتیجهش این شده که حالا هر چیزی که مد نظرش هست من واقعا نمیدونم چون خیلی صحبت‌های زیادی شده، چون از ابتدا که بخوام شروع کنیم برمیگرده اون جریان آقای بهاروند و بعدشون قراردادهایی که در ابتدا بسته شد. فکر می‌کنم همه دیگه در جریان اون موضوع تا حد زیادی هستن. اینکه آخرین توافق چی شده این رو اگر بفرمایید خیلی ممنون میشم. حالا من برای شفاف‌سازی اگه هر سوالی دارید امشب بله من بکنید بهتون جواب بدم. خیلی شفاف با مدرک من صحبت می‌کنم. حالا دوستان ما تو این چند روز ما سعی می‌کنیم ادبیات کردیان رو بدی به کار نبریم، میگیم همه خوبن، همه عزیزان کردن دوستان، ولی خب دیگه کار ندارم فکر کنی و یه ذره از واقعیت دورم شدن خیلی بده. و میخوام برگردم تقریبا به 4 زمانی که جناب زحمتکش فقط یه لحظه اگر وایسید میخوام چک کنم صدای آقای زحمتکش هم خوب هست. صدای شما خوب هست بفرمایید. 4 قراردادی بسته بودیم با بهاروند که شما الان گفتید به اون اشاره نکن، من بهش کار ندارم، ولی عزیزانی که اومدن تو برنامه شما یک جملاتی گفتن، من میخوام فلاشبک بزنم تقریبا به برج 5 و دو تا چکی که به ما دادن و متاسفانه چکا پاس نشد و تو شبکه‌های مجازی یک جملات گفتن که واقعا زیبنده حداقل یک انسان که میخواد جملاتی رو بیان کنه واقعا نبود. من یه سوال از شما میکنم، آیا اگه فیش جعلی وجود داشته باشه مرجع قضایی که پرست نمیتونه ورود کنه، اونم به نیروی انتظامی یا به تیک دیگه کجا علیه ما اقدام میکنه؟ آقای زحمتکش حالا جدا از اون بحث فیش جلی تحت تغییر هم مثل که هستین شما. و اگه تحت تغییر هم من ازش کلی هم منو بردارم جلو.
میخواد کجا هست؟ من فردا خودم اونجا آدرس بدید، من فردا صبح خودم برم خودم بیاد اونجا مثلا خب ببینید دیگه الان آقای زحمتکش گفتن که آدرسشون رو میدن. من تو لایزا دفترم معلوم مسئوله، اگه نه از فردا 8 صبح تو هیئت فوتبال استانگیران به خاطر همین موضوع میام میشینم تا ساعت 12 بعد هر عزیزی دوست داره من در خدمتش هستم. خب میفرمودید رفت چیز یه سری جملات گذاشتن تو شبکه‌های مجازی هیچ دلیلی نداره. ما میتونیم خبر خیلی چیزا بگیم. ما کنیم کسی رو مریض، کسی رو بیمار خطاب نکنیم، ولی دیگه تو این چند وقته مریض و بیمار معلوم میشه، مریض میشه شفاف میشه. این عزیزان اومدن گفتن آقای زحمتکش کی رو میگه، به ما خیلی نمیده. من یه سوال از شما میکنم نونده، آیا اگه چکای 9-5 پاس میشد دلیلی داشت من تیم بهش تحویل ندم؟ کدوم چک رو میفرمایید دقیقا شما مبلغش کدوم بوده؟ تاریخ 9-5 که به من دادن تاریخ 11-5 11 میلیارد اگه پاس میشد به نظر شما من تیمو نمیدادم؟ بله. سوال میکنم. چی بگم؟ من که میام میگم آقا اول فصل میگم دیگه تیم داری نمیکنم، چه لزومی داره میخوام دوباره تیم رو نگه دارم؟ دلیل خاصی نداره. البته دلگیرم، خیلی دلگیر و ناراحتم. من توی 15 ماه حضورم توی تیم فوتبال داماش و شهر رشت و استان گیلان فکر کنم بزرگترین خاطرات برای خودم به یادگار گذاشتم برای تیم داماش و تو ویترین افتخارات تیم داماش. گفتن شاید تو برنامه شما نیاز نباشه. دو سال پیاپی تیم فوتبال ساحلی ما قهرمان کشور شد. بعد از یک سال ورود به لیگ دو اومد تو لیگ یک. تیم امید ما رفت گروه کشور. تیم پیشنهاد نمی‌کنم. من میخوام جواب اون از اون مورد که هفته پیش دادم به شما دادم، من از استفاده شروع میکنم مثلا جمله من انسان یعنی من روی هم نیست بخواید جملات رو کار برسی که نسبت به هم دیگه مکدر من یه چیزی میگم، ما مریض میخوام پول رو ورد بدم برای مریض و منو که سالات من در آورده سود در نکنم از مریض تصاف کردم و انسانی که آقا اطلاع کرد چیز هفت اگه موبایل به من تحویل بده، من یه نامه برای شما فرستادم 24/5/1409 سازمان لیگ نامه‌ای به ما زد که کسی فرصت دادن 16 نفر معرفی کنیم برای شروع در مسابقات لیگ یک. بله. خب من چجوری باید با میستادم تا 6 دوباره الاغلاقی جدید با این آقا بعد برم تیمش تحویل بدم 1000 برام دارید که شما به من بدید به من شنونده. چی بگم؟ جناب زحمتکش صدای شما البته یه خورده صداتون یه خورده بد میاد، حالا نمیدونم از وضعیت اینترنتی ماست یا شما یه خورده کلامتون نوازه شد اواخرش. دوستان هم میفرمایند که صداتون خیلی ضعیفه، یه خورده اگر بلندتر بتونید یا وضعیت اینترنتتون اگر بهتر کنید خیلی خوب میشه. حالا سازمان لیگ فوتبال ایران بله شما نامه زد ما تا یک کشتی فرصت دیگه با 16 تا بازیکن معرفی کنیم ما برای شروع در مسابقات این آقا میگه شروع آقا میگه من یه اعلان باقیه بود تا داشتم 6 خب من چیکار باید میکردم به نظر شما؟ من آقا غیر از اینه مگه من باید تیممو تشکیل میدادم شروع میکردم؟ اگه 1000% این آقا چکش پاس نمیشد باید چیکار میکردیم؟ من خیلی چیزای دیگه. جناب زحمتکش حالا مقدمات رو شما فرمودید، حالا الان وضعیت به کجا رسیده؟ الان آخرین وضعیت چی شده؟ حالا والا من بگم تشکر کنم از آقای آرمان، بگم ازشون دلگیرم از آقای آرمان، حالا دیگه ایناش بماند توی برنامه
به عزیزان لطف کردن بدون اذن بنده مال تصویر شما متاسفانه قطع شد کلا. جناب زحمتکش مالکیت این عزیز ما رو ترک کرده. صداتون خیلی بد میاد. اگر نمیدونم مایل هستید به صورت صوتی با شما تماس بگیریم. خیلی قطع و وصل میشه صداتون متاسفانه. شما صدا و تصویر من رو خوب دارید شما؟ اشکال نداره. من تصویر شما دارم ولی اگه میخواید من صوتیش خب بس اجازه بدید من با شما تماس میگیرم همین الان. تصویر شما دارم اگه میخواید صوتی دارم. من الان با شما تماس میگیرم. یک لحظه من دوستان با جناب زحمتکش من تماس بگیرم که بتونیم. من این ور رو قطع میکنم جناب زحمتکش، باتون تماس میگیرم الان. کیفیت بهتری داشته باشیم. نه بود بحث بشه. آقا سلام. سلام دوباره سلام. ببخشید که تصویر شما از دست دادیم. خیلی کیفیت صدا پایین بود و واقعا صدای شما به خوبی شنیده نمیشد. گفتیم که فحوای کلام شما رو به هر حال از دست ندیم. من تصویر شما در واقع عکس شما رو دارم اینجا میارم. ما زیاد تمایل نداریم نه عکس ما باشه نه تصویر ما. به هر حال وظیفه ماست که این کار رو انجام بدیم. کامنت های اینستاگرام هم یه لحظه ببندم که دوستانی که میخوان کامنت بذارم بیان توی یوتیوب کامنت بذارم. متاسفانه من نمیتونم کامنت ها رو بخونم و شرمنده‌تون میشم. خب جناب زحمتکش میفرمایید در خصوص جناب آرمان. من آقای آرمان یه چند باری که جلسه گذاشتن، البته من عذرخواهی میکنم اسم آقای آرمان میارم، یه بار جسارت نشه خدمتتون. به هر حال همه عزیزان و مسئولین استان گیلان عزیزن و از اونجاشون اسمشون آورده شد من داره میگم وگرنه پس بعد بی احترامی خدمتشون نبود. نه آقای آرمان نه آقای الماسخاله نه همه عزیزانی که اگه من اسمشون رو میبرم همینجا پیشا پیش ازشون عذرخواهی میکنم. یه بار خدای نکرده جسارت خدمتشون نشه. والا اتفاقاتی افتاد تو این چند وقته که شاید اصلا زیبنده نبود. حالا من بگم ناراحتی من از این عزیزانی که نمیتونن شفاف صحبت کنن، عزیزانی که تیمو خریدن نه عزیزان مسئولا بله. که خیلی شفاف واقعیت رو بگن. جناب آقای آرمان فکر کنم 3 بار مکرر از من تو تایم‌های مختلف برای این عزیزان وقت گرفت و یه چند باری با من جلسه گذاشت که این یه تایمی بهشون بدید که همه مستنداتش هست که بتونن مبالغ رو واریز کنن. بله. متاسفانه نشد که مرجع قضایی ورود کرد، معاون دستگاه قضا، رئیس کل قوه قضاییه و دوستانی که حالا اسمشون رو من معذورم تو برنامه لایو یا صحبت تلفنی بیارم، ورود کردن تو این قضیه و از ما خواستن یه ذره خویشتن‌داری کنیم، سکوت کنیم، خدای نکرده مشکلی پیش نیاد. ما یه جلسه‌ای فکر کنم تاریخ 6/8/1402 تو اتاق جناب آقای معصومی به همراه آقای الماسخاله. چه فرمودید؟ 6/8/1402 6/8 یعنی حدود 24 روز پیش، 25 روز پیش. 5 روز پیش. بله. تو اتاق آقای معصومی معاون قضایی چله خونه گذاشتیم. بله. بنده خدا از ما خواستن که یه ذره خویشتن‌داری کنیم، مماشات کنیم که مشکلی پیش نیاد و اگرم خواستید میتونید از همه این عزیزان راستی آزمایی کنید. مفاد این جلسه چی بود جناب زحمتکش؟ مفاد این جلسه رو که من اصلا تشریح نکردم. بله. حالا اگه دوستانی هستند که تو اون جلسه بودن میتونن بیان گواه بدن که آقای معصومی، آقای آرمان، آقای الماسخاله از من خواستن که اگه میشه کمکی کنید که بذار مشکل حل شه. بله. من گفتم آقا هیچ مشکلی نیست عزیز بزرگوار ما، اگه مشکل مالیه یا هر چیز دیگه تایم میخواد باز ما بهش تایم میدم، ما هیچ مشکلی نداریم مثلا، ولی بیاد صادقانه بگه آقای زحمتکش اینجوری شده یه تایمی به ما بده. بله.
میتونن بیان شهادت بدن. عزیزانی که اونجا بودن همه هم آدمای موجهی، بقیه عزیزان اونجا رو اسم نمیبرن. خود این آقا و وکیلشون هم حضور داشت. آقای نعیمی پور یعنی. بله. بله. منم اصلا در جریان قضیه این جریان نبودم. منو بردن اونجا، واقعیتش منو بردن اصلا، که حتی من اول بروز کردم گفتم برای چی من آوردید اینجا؟ گفتن آقا ما میخوایم حل کنیم. گفتم آقا جلسه دادگاه باید به من ابلاغ رسمی کنیم من بیام خدمتتون. بعد ما نشستیم یه جلسه هولوش 3 ساعتی طول کشید. بله. من عزیزان میگن آقای زحمتکش اینجوری، یک سری دوستان میگن آقای زحمتکش اینجوری، به شما بگم من 3 برگ صورت جلسه اصلاحی امضای سفید کردم. گفتم آقای معصومی، آقای آرمان، آقای الماسخاله، آقای ایکس، آقای ایکس تو این جلسه هستین، هر چی میخواید بنویسید بنویسید. من میخوام حسن نیتم به شما نشون بدم که من مشکلی ندارم. اگه غیر از اینه همین الان به دو تا عزیزی که گفتم که به این آقایون کمک کرده بودن ایشونو ببرید اگه غیر از اینه دیگه باشه که قرار شده بود. عیناً متن خود این عزیزان تهیه کردن نه من. بله. من فقط امضا کردم بس من نوشتم. قرار شد یه چک 6 میلیاردی داشتن که برگشت خورده بود و یه چک 11.5 که میشد سرجم 17 میلیارد نیم. اول من یه چیز خدمت شما بگم، این برادر بزرگوار ما این آقای نعیمی پور عزیز که من یاد نگرفتم به کسی بی احترامی کنم، بزرگتر کوچیکتر نداره، من یاد نگرفتم بی احترامی کنم، حالا به هر طریقی هر چیزی که دلم میخواد بگم. این برادر بزرگوار ما اول یاد بگیره چقدر از ما خریده، بره قولنامه‌ش رو نگاه کنه. تو برنامه شما گفت 23 اونی، میخوام بهش یادآوری کنم 22 اونی خریدی نه 23 اونی. حداقل داره جملاتو میگید هول نکنید، اون مبالغی که خریدید درست بگید. حداقل میفهمید. قرار شد 17 اونی به تاریخ 1/9/1402 که میشه امروز بریزن به حساب یه شخصی حالا اسمشون محفوظ 17 و نیم. بله 17 میلیارد و نیم. بله. بریزن به یه فرد حالا شخص خاص که آدم خیلی موجهی هم هست و میشناسنشون، خودشون تایید کردن، کل اعضای اون جلسه تایید کردن. شما اجازه بدین بحثا رو با هم پیش بریم. در واقع 25 روز پیش شما میفرمایید که یک جلسه گذاشته شد، خروجی جلسه این بود که 17 میلیارد و نیم امروز بخواد به حساب شخصی که مورد تایید خودشون واریز بشه. اگه اجازه بدید من جمله رو بگم متوجه. و یه حسابرسی بشه از مبالغی که ما پرداخت کردیم از تاریخ 9/5/1402، یعنی 9/5/1402، یعنی از زمانی که ما با اینها الحاقیه اول نوشتیم. بله. هر هزینه‌ای شده حسابرسی بشه. حسابرسش هم معرفی کردن که آقای فلانی باشه بیاد حسابرسی کنه. ما کل مدارک هم تحویل آقایون دادیم، گفتیم آقا میخواد برید حسابرسی کنید برکن بودیم. جناب زحمتکش برای اینکه حالا بس نصف و نیمه نمونه، این مواردی که قرار هزینه حسابرسی بشم جناب آقای نعیمی پور پذیرفتن تو اون جلسه؟ نه اجازه بدید میخوام همین خدمت شما عرض کنم. کل این موارد نوشته شد، یه پیش‌نویسی تهیه شد. حتی رئیس اون جلسه که جناب دکتر معصومی بودن که من جا داره بهش تشکر کنم، تو 3 تا جلسه گذاشت تا مشکل حل کنه ولی متاسفانه نشد. آقای معصومی قاضی هم هستن بله که مشکل حل کنن ولی نشد. صورت جلسه نوشته شد که قرار شد فردا تایپ بشه که بعد ما بریم امضای اصلی رو اونجا بزنیم. البته زیر اون صورت جلسه‌ای که دست‌نویس بود بنده امضا کردم چون امضای سفید کرده بودم. گفتم هر مطابقتی بنویسید من قبولم. من نشستم که اینا بنویسن هر چی گفتن بنویسن. این متن تهیه شد که فردای اون روز یعنی از تاریخ 7/8/1402 بیاد امضا که متاسفانه این برادر عزیز ما به هر دلیل بهانه‌ای فردای اون روز نیومد. پس فردا نیومدن تا 28/1402، یعنی زمانی که باید پول هزینه کرده سال جاری رو به من پرداخت میکردن. 28 بله که گفتن ما این داستان رو قبول نداریم.
یعنی 10 روز امضا پیش دیگه، نمیکنه. درسته؟ 11 روز پیش. 11 روز پیش. بله. گفتن ما این داستان رو قبول نداریم و نمیکنیم. که من آقای معصومی هم بنده خدا ناراحت شدن، گفتن آقا برید شما کار قضاییتون رو رسیدگی کنید و دیگه من ورود نمیکنم. معذرت میخوام، گفتن که هزینه کرد رو قبول ندارن یا اون 17.5 میلیارد هم قبول ندارن؟ اصلا کلا هیچ کدوم رو قبول کلا ندارم. صورت جلسه رو فرمودن قبول ندارن یعنی؟ بله. بله. صورت جلسه‌ای که حالا مسئول اجرای احکام بود، من اسمشون نمیخوام بگم که خدای نکرده یه بار بی احترامی نشه، شاید عزیزان دوست نداشته باشن اسمشون بیاد، به خاطر همین نمیگم، بابت همینه. بله. گذشت و ما هم دیگه بقیه کار قضایی خودم رو ادامه دادم. ما یه چکی داشتیم از اینا 11 به تاریخ 28/1402 که توی قرارداد ما نوشته شده برای انجام این چک من باید مفاصل حساب بگیرم. بله. من به تاریخ 28 مفاصل حساب روز از سازمان لیگ، کمیته انضباطی، کمیته استیناف و کمیته تعیین وضعیت بازیکن‌ها گرفت. 28/1402 برای من ابلاغ شد. فکر کنم 21/8/1402 تو سامانه باشگاه نشست. بله. چون من زودتر نامه زده بودم. 21/8 فکر کنم همین عزیزان که سامانه باشگاه در اختیارشونه دیدن، رؤیت کردن. بله. حالا عزیز ما میگه من هیچ اختیاری ندارم، ولی فکر کنم از تاریخ 27/7/1402 که آقای آرمان اون حرکت رو انجام داد، فرداییش که 28 بود، کلا باشگاه رو در اختیار اینا گذاشت. بله. اینا هم سامانه باشگاه در اختیارشونه، هم حق امضا دارن، الان به عنوان مالک اینا رو میشناسن و نامه‌هایی که اگه زدن تاریخ ها هست، این عزیز بزرگوار ما زیرش امضا زده به عنوان مالک باشگاه. بله. و منم سکوت کردم بدون که حاشیه‌ای درست کنم که خدای نکرده تیم مشکلی براش پیش بیاد، بعد میگن آقای زحمت که شما باید بانش کنید. فکر کنم تو این چند روز از بعد از اون جریان بازی که برگشتیم کسی صدای منو نشنیده، نه چیزی گفتم، نه جایی مصاحبه کردم. اگه شما شنیدید یا دیدید به من یادآوری نه، حالا کنید. انصافا من یه چیزم خدمت مخاطبین بگم. این گفتگو قرار بود دوشنبه انجام بشه. آقای زحمتکش گفتن که به خاطر شرایط تیم بذاریم بعد از بازی انجام بشه. انصافا این نکته رو هم حالا من خودم شاهد هستم. دلیل این صحبت هم فکر کنم به شما گفتم در حال هر چیزی باشه، شاید به من حرمت شکنی شده، به من بی احترامی شده، حالا هر چیزی شده بماند. ولی این تیم رو من مثل یک بچه تازه به دنیا اومده 9 ماه 10 ماه 11 ماه 12 ماه خلاصه هر چیزی بود بزرگش کردیم شد این که نه من تنها، من شاید وقت کوچکی از قضیه بودم، عزیزانی بودن کلا به ما کمک کرد. حالا اسمتون بردن شاید بعضی از اسم بیفته و شاید درست نباشه. در حال هر چیزی بود این اتفاق که افتاد و این افتخارات برای باشگاه داماش به وجود اومد. ما به شما چون بحثمون رو عوض کردیم، من برگردم به بحث قدیمون که 28 چک 11.5 رسید. البته ما کار قضاییمون ادامه داره، داور رأی اصل داد، حالا درباره اینا صحبت. 28 من مفاصل حساب گرفتم خدمت جناب آقای آرمان مدیر کل ورزش و خدمت آقای آرمان صالح هیئت فوتبال استان اعلام کردم این مفاصل حساب. حتی حضوری هم بردم بهشون نشون دادم، مبالغ بدهیمون بهشون نشون دادم، گفتم این مبالغ بدهی ما معلومه چقدره. حالا میتونید اعلام کنید عددش رو؟ بله 1,500,000 برای آقای بهزاد داداشزاده است که مبلغ آقای بهزاد داداشزاده به من ارتباطی پیدا نمیکنه، برای آقای نصیری که درباره اونم توضیح میدم. و یه شخص دیگه مبلغ 22 میلیون تومان که قطعی شده. من یه سوال از شما میکنم، بدهی که قطعی نشده میشه بدهی باشگاه؟ حالا چیزی که من از مثل قرارداد رأی آقای بازجوی شهید قندی اگه یادتون باشه، من به خود شما و خیلی ها گفتم آقا اون رأی من میشکنم، درستش میکنم، بازی صحیح برمیگرده به نفع ما. حالا اگر اشتباه نکنم این بحث بدهیات، حالا چیزی که تو قراردادتون اومده بود این بود که از اون چک آخر بخواد کم بشه، حالا هر چی که بود.
نه، بدهی‌های قطعی بله قرار نبود کم بشه. الان جلوی منه، میخوای عیناً اون متن اون جمله رو برای شما بخونم؟ اگر بشه که عالی میشه. بله، چک شماره 28. اول من یه چیزی بگم تو همین ببینید ما روزی که میخواستیم این الاغی 6 رو بنویسیم، بند مفاصل حساب روز گرفتم بهشون تحویل دادم. حتی اگه بند این الاغی 6 رو نگاه کنید، اگه شما دارید اونجا تو سیستم اصلی الاغی در صورت وضوح بدهی جاری ناشی از فصول گذشته مطابق به قرارداد اصلی، این بدهی ها احتمالا قابلا کسب از چک شماره فلان خواهد. بله دیگه. خدا پدرتون بیامرزه. آیا ما الان کدوم بدهی ما قطعیه؟ من میگم بالاخره حالا اگر قطعی با فرض قطعی شدن باید از اون کسر بشه در حال دیگه. آفرین. کدوم بدهی الان بدهی ما چی قطعیه؟ همینی که شما فرمودید دیگه، 1.5 میلیارد قطعیه. بدهی آقای داداشزاده رو بنده یه چک دادم بهشون. اول که رأی آقای داداشزاده کی ابلاغ شده اینا رو حالا من به شما توضیح میدم. یه چک دادم بهشون. آقای نصیری مالک قدیمی باشگاه به من یک اظهارنامه دادن و با نامه قضایی جلوی چک منو گرفتن، گفتن آقا شما اجازه ندارید. خب من چجوری باید وصول کنم؟ به من جواب بده. وقتی یکی میاد جلوی چکو میگیره با نامه قضایی و بعد به من اظهارنامه میده، من چه کار باید بکنم؟ من چجوری باید اینو پاس کنم؟ دلیلش چی بوده که میگفتن آقا من این رأی قبول ندارم و من به این رأی اعتراض دارم که همون عزیز بزرگوارمونم از طریق، حالا من اینجا میگم شاید درست نباشه ولی میگم، از طریق کس داره پیگیری میکنه و این جریان کسر امتیاز یه ذره شدنی نیست، یعنی نمیشه کسر امتیاز باشه. حالا من باز با وکیل آقای داداشزاده صحبتی کردم، گفتم آقا بیایید ما آقای نصیری رو بیاریم بشینیم یه جور مشکل رو حل کنیم. بله. حتی آقای نصیری آقای داداشزاده یه صحبتی کردن چند وقت پیش تو برنامه‌شون که اگه یادشون باشه رئیس کمیته استیناف بنده رو دعوت کردند، نه به عنوان باشگاه، چون طرف اون آقای نصیری بود، که آقای زحمت که شما بشینید یه جور شما کت خودمنشی کنید بین این دوتا حل کنید. که فکر کنم آقای داداشزاده یا یادش رفته که من چی کار کردم یا دوست نداره بگه جملاتی میگه. من جلسه گذاشتم روز پنجشنبه همون هفته که میشه تقریبا 25، ببین من با تاریخ میگم همه رو، 25/3/1402 تو اتاق جناب آقای الماسخاله روز پنجشنبه ساعت 10 صبح. آقای الماسخاله بودند، آقای میرزازاد وکیل آقای نصیری بودند، آقای داداشزاده بودند، جفت وکیلاشون بودند و منم. قرار بود ما بشینیم اونجا یه صحبتی کنیم، ولی متاسفانه آقای نصیری حالا به هر دلیلی که بعد خودشون گفتن به من گفتن نیایید تو جلسه حضور پیدا نکردن و نشد سازش بکنیم. آقای داداشزاده کارشون ادامه دادن. جریان آقای داداشزاده هیچ ربطی به بدهی باشگاه نداره و بنده بهشون چک دادم. این عزیز ما داره از طریق مرجع قضایی پیگیریش میکنه، یا به پولش میرسه یا حالا از ما پولش حساب منو مسئول کنم پولش برداشت و ربطی به باشگاه نداره. عزیزانی که حقوقی هستند میدونن من چی میگم. شما برای وصول مطالبات خودتون دو جا نمیتونید شکایت کنید، یا باید مرجع قضایی شکایت کنید یا کمیته انضباطی. نمیشه از هر دو جا پولتون رو وصول کنید. میشه مگه همچی کاری؟ حالا آقای داداشزاده مسیر قضایی رو پیگیری کرد. حالا من میخوام یه چیزی رو مطرح کنم خیلی کلی. من همه رو توضیح میدم. بفرمایید. میرسیم به بدهی های باشگاه. درسته؟ بله. من مدرک به شما نشون میدم که 24 تا تاریخ 24/5/1402 که برای شما فرستادم. بدهی باشگاه صفره. 24/5/1402 قطعیه در واقع باشگاه صفره. بله بدهی های قطعی باشگاه صفره. غیر قطعیاش چی؟ غیر قطعی ها قصاص قبل از جنایت میشه کرد مگه؟ نه خب به هر حال به فرض میگم سوال رأی داور اومده و جاهای دیگه هم هست که گفته آن چیزایی که قطعیت داره باید کارسازی بشه و اونایی هم که بعداً اگه اومد بنده وظیفه دارم پرداخت کنم. تو همین قراردادها هست. میدونید چیه؟ ما یه قرارداد اولیه داریم به تاریخ 4/4. بعد از اون هر چی نوشتیم الحاقیت. بله.
من نمیدونم حالا جسارت نشه خدمت شما، اطلاعات حقوقی شما داد چه اندازه است. اصل بر همون قرارداد 4-4، یعنی قراردادی که من با آقای بهارمند بله. چون اگه نگاه کنید تو هر کدوم اون الهی ها نوشته شده که مفاد اون قرارداد 4-4 به قوت خودش پاورجا. بله. اون قرارداد نوشته که هر چیزی اگه بدهی اومد بعد از وصول آخرین شک بنده وظیفه دارم پرداخت. باز من چه اصولنیتی نشون دادم، گفتم آقا کل این مبالغ من نمیخوام. آقای الماسکاله، آقای آرمان، آقای معصومی، آقای ایکس، آقای ایگرگ، این پولو بریزید تو حساب همون آقا تا 6 ماه بعد هر بدهی اومد از این پول برداشت کنید، بعد پول منو به من بدید. این جمله رو گوش دادید؟ گفتم آقا من پول نمیخوام، به حساب من نریزید اصلا، پول به حساب یه فرد امین باشه، این پول ریخته بشه که ما بدونیم این پول اصلا وجود داره، جسارتا قابلیت پرداخت داره، میتونن پرداخت کنن. خب پول ریخته در واقع چیزی هم که الان شما میفرمایید هم همینه که اگر قرار مبلغی پرداخت بشه اصلا بره تو همون حساب واسط. حالا بله حساب بره تو یک شخص امین. بله شما داده نشدن صحبت شما حتی این الان بنده تو هم برنامه شما گفتم، هم تو گوشه قضایی گفتم و هر جای دیگه باشه میگم، من تا 6 ماه به کل اون مبلغ دست میزنم، نه میخوام اون پولو کسی 1000 تومان به ما بده. خدا رو شکر نه ما وامدار کسی هستیم نه ارباب کسی، ارباب نداریم به ما بگن آقا این کارو کنید. این پوله تو همون حساب امین باشه، هر زمانی همه رأیا اومد کلا تصفیه حساب شد، بعد بگن آقای زحمتکش این پول مونده خدمت شما، آقا حرف ما بدی میزنیم شما بگید. این که انصافا خیلی منطقی بود دیگه خداییش. هر جا شما دوست دارید من میگم 1 ریال از این مبلغ من نمیخوام به حساب من ریخته شه، ولی کل مبلغ ریخته شه به حساب یک فرد امین، پیشش باش به صورت امانت. اگه شخص امین هم قبول نداره حساب قوه قضاییه، حساب قوه قضاییه این پولو بریزن. هر زمانی که بدهی ها تصفیه شد، خدا رو شکر بدهی دیگه نموند که من میخندم از این میگم بدهی ها اینقدر اونقدر، بعد چیکار کنم بگن آقا این بدهی ها تصفیه شد آقای زحمتکش این پول شما. آقا ما حرف بدی میزنیم یکی به ما بگه حرف بدی میزنیم. من فکر می‌کنم آقای نعیمی پور هم حالا نمیدونم در مصاحبه با ما بود یا جای دیگه بود همین صحبت رو می‌کردن، ایشون هم میگفتن که ما نه ببین حرف زدن خیلی راحته، منم میتونم تا صبح حرف بزنم جملات بگم، ولی وقتی عمل نکنم فایده این نداره. خب این عزیز بزرگوار ما برن اول این حساباشون که مسدوده برن باز کنن، بعد بیان این پولو بریزن تو حساب امین. اگه نیازه وقتی خودشون صحبت میکنم بگم چند جا حساباشون طریق چه آدمای مسدوده، 2 میلیارد و نیم، 2 میلیارد و 600، 1 میلیارد چک برگشتی، میخوایم بانکاشون هم میگم. من با مدرک میگم اصلا با مدرک با شماره نامه میگم این آقا حساباش کجا مسدوده. تو ندارم شاید پول الان تو حساب یه شخص دیگه ای باشه، ولی گفتن یه سری جملات درست نیست. برادر عزیز آقای نعیمی، شما اگه اومدید تیمداری کنید تو این استان، خب خیلی شفاف، منم یه تیم رفتم خریدم از آقای نصیری 6 میلیارد تومان، باهاتون به یه توافقی رسیدم. اول اصلا نمیدونم من چقدر به آقای نصیری پول دادم، من 3 میلیارد و نیم به آقای نصیری پول دادم، طبق قراردادمون 2 میلیارد و نیم مون تا آقای نصیری که سری تعهداتشون انجام بدن. خب آقای نصیری بخشی از تعهداتشون انجام نشده، خب من پول رو چیکار کنم؟ هر زمانی اراده کنن این پولشون آماده است بهشون پرداخت میشه، به شرطی که کاراشون انجام شه. ولی ربطی به مالکیت باشگاه نداره. من مالکیت باشگاه توی هیئت فوتبال یه روالی داره، نقل انتقالش صورت گرفته، کلا امتیاز باشگاه انتقال پیدا کرده به نام من. امتیاز باشگاه به نامه هیئت فوتبال یا نامه آقای مدیر کل نیست، یه روالی داره، روالش ما طی کردیم، مراحلش انجام دادیم، تصفیه حساباشون انجام شد، ما پرداخت کردیم، تموم شده رفت. الان هم همینجوریه. الان هم اگه بخوایم باشگاه نقل انتقال پیدا کنه پانیک تالش، مگه نقل انتقال صورت پیدا نکرد تو هندوستان ظرف 10 روز.
نیکاپارس چالوس سهمیه‌شو خرید. حالا تصفیه حساباش زحمتکش یه انتقادی که حالا مسئولین استانی نسبت به شما و آقای نعیمی پور داشتن این بود که این معامله رو شما خواستید به صورت خصوصی در واقع پیش ببرید که اعتقاد دارن که این مشکل به خاطر همین قضیه پیش اومد. ببینید هیچ کدوم مسئول استان گیلان هم که حرف می‌زده آقای آرمان براتون جلسه معارفه نه، آقای آرمان گفت ما دخالت نداشتیم به عنوان اداره کل ورزش و جوانان گیلان. بله. خب اداره ورزش و جوانان گیلان با همه احترامی که برای عزیزان قائلم مرجع اصلا نقل و انتقال باشگاه نیست، امتیاز باشگاه نیست. پروانه رو بالاخره خودشون صادر میکنن. اجازه بدید. چی صادر میکنه؟ ورزش و جوانان. چی صادر میکنه؟ پروانه رو عرض میکنم. پروانه فعالیت کمیسیون ماده 5 صادر میکنه. درسته؟ بله. و زمانی که میخواد پروانه کمیسیون ماده 5 صادر کنه نامه میزنه به چند تا نهادی که ما زیر مجموعه‌شیم هیئت فوتباله. درسته؟ بله. ما میریم تو هیئت فوتبال یه برگه‌هایی هست به عنوان برگه نقل و انتقال امتیاز باشگاه. بله. اون روال طی میشه، تصفیه حسابا انجام میشه، هیئت فوتبال نامه میزنه به اداره کل از نظر ما امتیاز واگذاری امتیاز بلا مانع میباشد. آیا این روال انجام شد؟ نشد. این عزیزان بزرگوار جناب آقای الماسخاله، جناب آقای آرمان و عزیزان دیگر رو وامدار من و حسابدار من دونستن. واقعا این جملات هر عزیزی در هر جایگاه حقیقی و حقوقی برای خودش شأنیتی داره. من همینجا تو برنامه شما هم از جناب آقای آرمان هم از جناب آقای الماسخاله و هر عزیزی دیگه که بهتون بی‌احترامی شد عذرخواهی میکنم. من تا به امروز تو این 15 ماه غیر از لطف جناب آقای الماسخاله بابت فوتبال استان گیلان چیزی ندیدم که بعضیا واقعا داره حرمت شکنی میکنن. آقای الماسخاله همین امسال بابت 14 تا بازیکنی که محروم شده بودن بازی با خیبر بله. ساعت و نیم تو کمیته انضباطی با آقای حسن‌زاده چونه زد تا اینا رو آزاد کنه. آخه یه ذره انصاف داشته باشید، یه ذره وجدان داشته باشید. آقای الماسخاله پارسال به خاطر 3 امتیاز بازی شهید قندی با من تا پیش رئیس فدراسیون اومد. آقای الماسخاله بازی جام حذفی با ما تا اهواز اومد، بازی با فولادنوین اهواز توی اهواز. آقا چرا کم لطفی میکنن بعضی از بازی پلی آف رو میفهمید؟ بله. آقای الماسخاله همین اول فصل من این مثال میخوام بزنم، هیچ عزیزی هیچ تیمی از دست من ناراحت نشه. تو کای تالش نمیتونست هیچ تیمی ثبت نام کنه، هیچ بازیکنی نمیتونست بارگذاری کنه. آقای الماسخاله از زنگ زده فدراسیون ازشون وقت گرفته بتونه این عزیزان بارگذاری کنن. من جسارت داره میکنم و اگه اسم تیمایی رو میبرم جسارت نشه بهشون. شهرداری آستارا، سپیدرود، همین سپیدرود ما یا تیمای پاس ما، شما فکر نکنید هیچ کدوم مقاومت، همه اینا رو من با مدرک بهتون ثابت میکنم. ببینید توهین کردن به آدما هیچ کاری نداره، ولی آدم نباید حالش رو به خاطر عاقبتش بفروشه، باید ذره وجدان داشته باشه. من از جناب آقای آرمان الماسخاله شاید با آقای آرمان توی بعضی از جاها با هم تضاد فکری داشتیم، ولی شاید من بهشون جایی هم بی‌احترامی کردم بابت این جریان که بدون اجازه من امتیاز باشگاه منو معرفه کردن یا هر چیز دیگه که شاید اینجا ازشون عذرخواهی میکنم. اگه به عنوان یک برادر دینی اگه بهشون بی‌احترامی کردم عذرخواهی میکنم، ولی قرار نیست دیگه به هم دیگه توهین کنیم. هیچ عزیزی وامدار کسی نیست. اون عزیزان هم سنن از من بزرگترن، هم شأنیتی از من بزرگترن، هم دنیای بیشتری نسبت به آن دیدن و خدا رو شکر دستشون تو جیب خودشون، احتیاج به شخصی ندارن. خواهش من اینه که یه ذره دوستان فرافکنی کمتر بکنن، تشویش اذهان عمومی کمتر بکنن، یه سری آدما رو نندازن خودشون مشکلشون رو بیان بشینن حل کنن. من نمیخوام اسم ببرم، هفته پیش بعد از این که من اجرایی دادگستری صادر شد برای بنده و گواهی قطعیت رأی به من داده شد از طریق شعبه که همه اینا باز حالا من میگم قابل اعتراض و رسیدگیه. دوباره عزیز بزرگواری که کنار همینها هست، 2 نفر از این عزیزان تو اتاق همین آقای آرمان از من خواستن که واسه یک شنبه که تو 3 روز پیش بود
به ما وقت بدید ما حل میکنیم. اسم هیچ عزیزی رو نمیبرم، شاید عزیزان دوست نداشته باشن اسمشون بیاد، ما مثل بعضی ها نیستیم فقط اسم ببریم، ولی باز نشد. میخوام بگم آقا شما به عنوان یک شنونده، به عنوان یک بیننده، به عنوان یک هوادار، به عنوان یک سینه سوخته یک تیم فوتبال داماش، به من بگید من زحمتکش باید چیکار کنم؟ جناب زحمتکش، حالا بس من از شما میخوام اجازه بدید، من از شما میخوام تو همین برنامه شما بله. همه این جملات منو شنیدید، اصلا یک داستانی مناظره بذارید عمومی، بله. اصلا 10,000 نفر آدم بیاد، آقا من همه این جملات من اونجا میگم آقا پول به من ندید، 1 ریال اصلا تا آخر فصل به من ندید، بله. پولو بریزید تو حساب دادگستری یا آدم امین تا آخر فصل، هر بدهی از پارسال اومد بنده به دیده منت از اون کسب کنید بقیه رو دارم، غیر از اینه مگه؟ ولی این پول ریخته بشه به حساب یک شخصی که موجه باشه یا به حساب دادگستری. ملاک این شخص چجوری میشه؟ چجوری باید این شخص رو پیدا کرد که شما قبول داشته باشید؟ اصلا هر شخصی آقا ببین یه شخص حالا توی این استان خلاصه آدم امین زیاد وجود داره دیگه، آدمی که این عزیزانی که توی رشت کنار این بزرگواران هستن معرفی کنن من قبول دارم، اصلا من هیچ شخصی رو معرفی نمی‌کنم، خودشون قبول دارن، بچه این استان باشه، آدم موجهی باشه، آدمی باشه که بتونه 4 تا چیز رو حساب رسی کنه، شست رفته در بیاره. آقا ما این عزیزان میان میگن تیم رو به ما تحویل نداده از این حرفا، من اگه بحث به اونجا برسه مجبور میشم چیزایی که برای من فرستادن تو واتساپ و فایل‌های صوتی و نامه‌هایی که هست و همه رو بفرستم و زیبنده نیست، این بیشتر جو تیم رو میریزه به هم. من یه خواهشی ازشون میکنم، اگه یادتون باشه پارسال یه همچین داستانی ما داشتیم برامون پیش می اومد توی تایمی و اگه یادتون باشه ما سکوت کردیم، کلا هیچی نگفتیم. من توی بخش اجازه مصاحبه به بچهای تیممون ندادم، گفتم آقا سکوت کنید کارتون کنید، اصلا حاشیه‌های بیرون رو ولش کنید. الانم به عنوان یک برادر و یک هوادار دارم میگم، خب چیزی بیشتر دامن زده بشه باعث میشه جو تیمی تیم بریزه به هم. من زحمتکش به هیچ وجه من الوجوه در تیم داماش و فوتبال دیگه ورود نمی کنم، خیالشون جمع بشه که من مالک داره عوض میشه و از این حرفا بنده به هیچ وجه ورود نمی کنم دیگه. تو برنامه شما داره میگم صدای من از در واقع بازیکن‌ها بشنون که آقای زحمتکش دیگه هرگز قرار نیست توی داماش باشه، اصلا هرگز پا تو فوتبال دیگه نمیذارم، چون نامردی ها و جمله بگم زیبنده باشه که اون جمله نامردی هایی دیدم که اگه من این جمله رو گفتم به 100 تا بچه یتیم کمک میکردم فردا دنیا و آخرت هم برای خودم میخریدم، ولی اومدم یه چیزی هزینه کردم که به غیر از بی‌احترامی چیزی ندیدم. من آدم بدی بودم به کسی باج ندادم، من آدم بدی بودم حق این تیمو گرفتم. فکر کنم بعد از به قول شما 60 سال حالا چند سال عمر باشگاه داماش، من میگم 50 سال، من میگم 40 سال، من میگم 10 سال اصلا با گذشته کار ندارم. هیچ پرونده‌ای تو کمیته انضباطی بابت امتیاز و خیلی چیزای دیگه ما برنده نبودیم. اگه بودیم شما یه مدرک به من نشون بده. فکر کنم اولین باری بود که ما تونستیم حقمون رو از فدراسیون فوتبال بگیریم، کمیته انضباطی بگیریم قانونی. چرا ما میگیم فدراسیون فوتبال مافیا؟ ما چرا میگیم فلان چی مافیا؟ آقا ما بیایم خودمون رو درست کنیم، ما بیایم مشکل خودمون رو درست کنیم، بیایم بریم بگردیم ببینیم چرا هر مالکی میاد بیشتر از 1 سال 2 سال نمیمونه توی این استان. میتونید اینو شما واسابی کنید، پیدا کنید، ببینید مشکل چیه. روزی که اگه تونستید این مشکل رو پیدا کنید خیلی چیزای دیگه حل میشه. درست. توی این استان افرادی هستند که به هر طریقی خودشونو میان میچسبونن به تیم‌ها، دنبال منفعت شخصی خودشون، دنبال اسکر کردن خودشونن، دنبال کمک کردن نیستن. ای پیر پیغمبر والا به دین به مذهب نیستن. یه سری آدما میان فقط به خاطر اینکه باشن، همیشه باشن، اینور اونور اینور فرق نداره، فقط باشن. خب با اینجوری نمیشه به فوتبال این استان کمک کرد. جای این حرفا برید از آقای الماسخاله کمک بگیرید که چجوری مشکل رو حل کنه. آقای الماسخاله مطمئن باشید اگه جناب آقای الماسخاله از هیئت فوتبال استان گیلان بره
که حالا من نمیدونم ثبت نام کردن جدیدن یا نه برای موندنشون، هیئت فوتبال استان گیلان میشه اتوبان دزدی برای افراد. ببین من با جرأت میگم اتوبانی میشه برای دزدی برای خیلیا. هیئت فوتبال استان گیلان تنها تیمیه که برای تهران 48 تا تیم داره تو لیگ های مختلف کشور. شوخی نیستا. بله. شما به من بگو به عنوان یک شنونده که از فوتبال جسارتا شاید میخوام این جمله رو بگیرم، شاید از من زحمتکش بیشتر سر در. حالا من سر در میارم، اما 18 سال خواهش میکنم. ولی میگم شما از من بیشتر سر در میارید. اصلا من 1 سال اومدم تو این فوتبال. خب آیا هیئت فوتبال آقای الماسخاله میتونه به فوتبال این استان کمک کنه یا نه؟ اگه کسی بره بهش بگه آقا این کمک رو برای من انجام بده، من باستم از پشت تیپور بزنم برای من کار انجام نمیده. من هر وقت، نه من، بعضی دیگه از تیم‌های استان گیلان، همین الان میتونید مالک بزرگوار جدید سپیدرود رو بگیرید باشون صحبت کنید ببینید آقای الماسخاله داره بهش کمک میکنه یا نه. شوکای تالش رو بگیرید. حالا به قول آقای مالک محترم شهرداری آستارا نقطه صفر مرزی هن اون تیم، حالا هر جوری که دستشون برمیاد کمک بکنن. آقای الماسخاله یک شرح وظایفی داره. من داره از آقای الماسخاله دفاع نمی کنم تو برنامه شما، شاید یه جایی هم باشون تندی هم کردن، ولی به عنوان کسی که من هر وقت در اتاقش زدم گفتم آقا اینجا کمک احتیاج داره کمک. به حال هر زیاده بزرگه. جناب زحمتکش شاید مدت برنامه هم داره طولانی میشه، سوال خیلی زیاد داریم. حالا اگر من خواستم یه تشریح جزئی بدم بابت صحبت‌های اون برادر بزرگوار ما. نه لطف کردید. با احترام و خیلی سعی کردم مؤدبانه جوابشون رو بدم و نه به این عزیز نه به هر شخص دیگه‌ای که حالا گفتم بی احترامی کنم، چون هر کسی شخصیت خودش با رفتارش. جناب زحمتکش حالا توی صحبتاتون شما فرمودید که یه خورده دلخوری دارید، یه دلخوری خیلی شاید میشه گفت بزرگی که شاید هوادارا و جامعه فوتبال دوست رشت و گیلان نسبت به شما داشته باشن، اون نامه‌ای بود که شما منتشر کردید در خصوص انصراف از تیمداری و اون چیزی بود که تاریخ نامه رو میتونی برای من بخونی که الان خاطرم نیست، شما هر چی بفرمایید همون درسته. نه من میخوام شما بخونید تاریخ نامه رو. دسترسی متاسفانه جلوم نیست، ندارم متاسفانه. تاریخ نامه برای برج 8. بله. وقتی من برای یه تیم اینقدر زحمت میکشم، هزینه میکنم، مالی نه مالی بماند، هزینه فکری، جسمی، روحی، و من شاید از خانواده خودم گذاشتم، از کار زندگیم گذاشتم و تمام انرژیمو گذاشتم برای کمک به این تیم. میام روی سکوها اینقدر راحت حرمت شکنی میکنن، شما جای من باشی چیکار میکنید؟ ببین داخل شما میفرمایید که مثلا داماد مثل نساجی مازندران تیم لیگ برتری رو برای سال بزنن. بله. یه خبر دارید دیگه. گذاشت برای باطل نامه انصراف از من چی زدم؟ گفتم آقا بنده از ادامه همکاری با تیم داماش در لیگ یکی کشور خودداری میکنم و به خاطر مشکلات دیگه نمیخوام ادامه بدم. بله. این فکر نکنم نامه. فکر نمی‌کنید که همین نامه شما باعث شد که در واقع اون حالا پروانه برای آقای نعیمی پور صادر بشه؟ یعنی عاملی پروانه صادر شده مگه؟ حالا یه چیز موقتی بالاخره دارن دیگه، دسترسی ها رو الان دارن به هر حال. گواهی موقت هم نیستون، یه نامه‌ای زدن ایشونو معرفی کردن به عنوان مالک باشگاه. میخواید من فردا صبح اون نامه رو باطل کنم؟ دسترسیش یعنی شما در واقع دارید چنین دسترسی؟ فردا صبح اگه بخوام اون نامه رو باطل میکنم. ولی از اونجایی که دلم نمیخواد و دوست ندارم این تیم وارد حاشیه بشه، بله، و این تیم روندش ادامه پیدا کنه و بهونه دست کسی ندیم. ببین جمله خیلی مهمه. بله. من یک شنبه شما به من زنگ زدید و سر اون جریان که مصاحبه کنیم برای دوشنبه، به شما چی عرض کردم؟ حتی دوشنبه صحبت کنیم، ولی من دوشنبه ساعت 5 غروب به شما زنگ زدم، گفتم اگه سلام میدونیم بعد از بله. چرا بعد از بازی که خدایی نکرده بهونه دست هیچ عزیزی ندیم، برای اینکه ال شد بل شد اینجوری شد نتونستیم مالکیت داستانا. آقا من میگم تیم
هر جور هست به کارش ادامه بده. حالا خلاصه یه نفر پیدا میشه مشکلات تیم حل کنه. بازیکن‌ها چیکار به مالک باشگاه دارن؟ بازیکن باید تو زمین بازیش کنه. همه اون عزیزانی که کنار اون نیمکت هستن وظیفه‌شونه کارشون انجام بدن. اصلا چیکار به جو بیرون دارن؟ من خواستم خدمت آقای نظر محمدی چیزی عرض کنم، قرارداد بازیکن‌ها رو بره مطالعه کنه. چیزی که باید بهشون پرداخت میشد شده و بقیه باید نیم‌فصل بهشون پرداخت بشه، نه تو دوران وسط چیز. حالا هر چیزی هست آقای نظر محمدی، آقای بازیکن‌های تیم که میاید مصاحبه میکنید و هر دلیلی، اصلا چه من زحمتکش باشم چه نصیر نعیمی باشه، من یه چیزی میگم، اون پیرنی که تنتونه حرمت داره، اون پیرنی که تنتونه عزت داره. هر کسی اون پیرن رو نمیتونه تنش کنه، برای اون پیرن بازی کنه، نه برای اون بالایی ببینید کی هست. کجا آقای زحمتکش شما رو آورد نون و پنیر به شما داد؟ کجا من اینا رو بردم هزینه‌های بد ازشون کردم؟ مثل بازی با آستارا رو میگفتن بیشتر. من نون و پنیر دادم؟ من اصلا چیزی ندادم که نون و پنیر. از آستارا تا رشت 2 ساعت راه، بازی تمام شده ساعت 5 ساعت 8 نیستم خونه. من چی باید بدم به نظر شما دوباره؟ چی بگم؟ و انتقادشون رو اون بازی بوده به هر حال. آقا من انتقاد بکنم حالا بهشون بده. ببین من یه پست گذاشتم بله. درباره یه عکس گذاشتم درباره تیم ملوان. ملوان خیلی مشکل داره. بله. خب من یه تایمی از زندگیمو تو ملوان بازی کردم، دوران سال 81 82 83. در چه رده‌ای؟ من اون موقع از شهرداری لاهیجان رفته بودیم تیم ملوان. بله. حالا من عکساشو میفرستم برای شما. بازی هم کردم. خب و همین الان بستگان نزدیک من تو تیم ملوان داره بازی میکنه. آقای پورعلی، خب امین پورعلی دایی منه، داره اونجا بازی میکنه. من فقط به عشق به اون رفاقت با مهدی تارتار میرم اونجا، بازیشون رو کارگزار نگاه میکنم. بله. میدونید چیه، ملوان از ما خیلی بیشتر مشکل داره. بله. ملوان تو پول دادنشون هم به مشکل برخوردن، نه خیلی چیزای دیگه، ولی یاد نگرفتن صداشون در بیاد. میرن تو زمین حقشون رو میگیرن، وقتی حقشون رو گرفتن مدعی میشن. ببین چی میگم، وقتی حقشون رو گرفتن مدعی میشن. آیا شما حقتون رو گرفتید؟ نگرفتید. آیا من یه سوال میکنم، من خیلی جسارت داره میکنم، در مربی قبلی تیممون میارم آقای فرهانی، من اصلا اصفایی هم میکنم. یه لیستی به ما دادن، این بازیکن‌ها رو گرفتن، والله قسم به طیاره ازر زهرا، من اگه یه دونه از این بازیکن‌ها رو من اصلا خیلی اصلا نمیشناختم. خب به من لیست دادن، یه سری‌ها میان یه سری‌ها نمیان، اومدم تو تیم. میگه آقای زحمتکش بسته فلان کرده بسار کرده. صریح بگم که حالا یه حرفایی میزنن که مثلا میگن تیم با دلالی بسته شده. آقا کدوم دلالی؟ یه دونه دلالی به من. من نمیگم این صحبتی که میکنن. من از عزیزانی که الان اسمشون رو داره میبرم عذرخواهی میکنم. من شرمندم که اسمشون رو میبرم. برید از سعید طالبی بپرسید قرارداد اولیه که بسته بوده چقدر بوده و قراردادی که من باش بستم چقدره. برید از سیامک علیزاده بپرسید قرارداد اولیه‌اش چقدره. اولیه زمان آقایی که بهاروند می‌خواست بیاد رو می‌فرمایید؟ بله. همون قراردادی که با یک سربرگ شرکت دامون صنعت به من دادن. بله. آقا این بازیکن‌ها اینا هست. این برادر بزرگوار ما آقای نعیمی اومد تو برنامه شما گفت سقف بودجه‌ای باشگاه بسته شده است. فکر کنم این عزیز ما یه اطلاعات از سقف نداره چقدره، یا حالا جمله گفته یا اصلا نمیدونه مبالغ قرارداد بازیکناش چقدره. من به این برادر میخوام بگم حالا ما 10 میلیارد دیگه پول داره برسیم به اون سقف ما. سقفمون چقدره؟ 36 میلیارد. تیم الان چقدر بسته شده؟ 24 میلیارد؟ تقریبا 25 میلیارد خورده. 10 میلیارد یعنی راه داریم تا سقف. 10 میلیارد تا سقف راه داریم. 10 میلیارد تومان تا سقف راه داریم. چجوری میگن اومده سقف و بسته؟ فکر نکنم ما بازیکن‌های بدی این گرفتیم، ولی متاسفانه خوردیم به مصدومیت شدید خیلی از بازیکن‌ها و امروز خیلی ناراحت شدن. حالا شاید آسیابک علیزاده مصاحبه‌ای کرده بودن قبل از بازی برای اون جریان مالکیتی و اینا، ولی
من همه اون بچه ها رو به عنوان برادر خودم میدونم. من مصدوم شده و بازم شنیدم که مسئولیت شدیده و چند هفته باز نمیتونه بیاد. حالا جا داره همینجا در حال آرزو کنیم که هر چیزی من آرزوی سلامتی دارم. برگرده. من آرزوی سلامتی میکنم براش. ایشالله بچه با اخلاق تیم فوتبال داماشه. من چی گفتم؟ بچه با اخلاق. زخم دوستان دیگه هم هستن، ولی من از این بچه ها خواهش میکنم از فضای مجازی و این داستان ها بیان بیرون، از اصلا جریان مالکتی بیان بیرون. من زحمتکش به هیچ وجه دیگه تو تیم داماش ورود نمیکنن اصلا و ابدا. یعنی اصلا اگه قرارداد آقای نعیمی هم به هر دلیلی کلا تو فوتبال گفتید بله فوتبال دیگه وارد فوتبال نمیشن، چون نامردیایی از فوتبال دیدم که من با رویات من سازگار نیست. حالا من اخلاق خاص خودم دارم، خوندم، حالا هر چیزی هست، با رویات من سازگار و برم بازیشونو کنن. حالا عزیزان مسئولین تشخیص میدن، حالا کسی حالا عزیز ما هست پلیس داد بیاد خدمتتون هستیم، هر عزیز دیگه اومد، ولی بنده ورود نمیکنم. نگران این نباشتن که شاید من بیام بعد جریمه‌شون کنم. و من یه نصیحت هم به این برادر بزرگوار ما آقای نعیمی میکنم، یه ذره از حاشیه فاصله بگیرن، یه ذره از جمع کردن یه سری آدما و گفتن یه سری صحبت‌ها و بعد بازگو کردنش در جای دیگه خودداری کنن. سکوت خیلی چیزا رو حل می‌کنه. من توی این 27 روز سکوت کردم و سکوت من خیلی چیزا رو روشن کرد. من تو یه بخشی از لایو شما دیدم جناب آقای آرمان هم اومده. خب بله لایوی که شما داشتید می‌رفتید جناب آقای مدیر کل دیدم اومده. من همینجا میخوام از آقای مدیر کل که بیان واقعا شفاف سازی کنن تا یک سری آدما یه سری اطلاعات واقعی رو داشته باشن. حالا به ما قول دادن تو یکی دو روز آینده به حال یه مصاحبه تصویری ما داشته باشه. من ازشون داره خواهش میکنم به عنوان یک برادر، به عنوان یک دوست، به عنوان هر چیزی که شاید خودشون قبول دارن بیان یه سری چیزا رو روشن کنن، ولی روشن کردنشون تو هم با هم نباشه که بخواد خدای نکرده به تیم آسیب ببینه و کسی بعد دوباره از این قضیه سوء استفاده کنه. ببین چی گفتم، بعضیا بیان از آب گلالود ماهی بگیرن. خیلی ها هستن. اون عزیز بزرگوار ما که مال استان لرستان بود، یک فصل به این تیم بازی کرده و شنیدم الان مثل اینکه درگیر شدن، دوباره باشون رفتن و از استوریا غمگین می‌ذارن. دستشون ناراحت نیستم، ولی یه سری چیزا رو نباید بازگو می‌کردن، یه سری چیزایی که صحت نداره. حالا من سوال شما جواب میدم، اگه چیزی باشه که نداره باز من میگم در خدمت شما. یه خورده از کامنت های حالا هوادارا من برای شما بخونم. یکی از دوستان اشاره کردن به این قضیه که یکی از مواردی که مد نظر آقای نعیمی پور هست بحث ادعایی که دارن اینه که 30% از قراردادهای پارسال مونده. خب ببین من یه چیزی خدمت شما میگم، هر کسی ادعا داره من عذرخواهی میکنم اینجا من عزیزان داره میبرم، آقای جواد نچر تمیزکار و آقای افشین نازنین یه سری برگاه دیدن، نیاز نیست دیگه من صحبتی بکنم. بله اونا دیدن من چی بهشون نشون دادم خودشون. و یک سوالی حالا قبل از اینکه آقای نعیمی پور این امضا و تیم رو تحویل بگیرن، هزینه کرده از نظر شما چقدر بوده عددش؟ ببینید من میخوام یه مثال برای شما بزنم. درباره خودرو میزنم که شاید همه داری. شما یه خودروی داری تو شهر میخوای بگردی، بله. آیا خودرو استهلاک داره، هزینه داره؟ بله. میشه مثلا تیم فوتبال هزینه نداشته باشه برای نگهداریش؟ بله. من شاید تقریبا حسابرسی کردن، حالا نمیدونم چقدره. نه شما چقدر اعلام کردید؟ منظورم اینه. من اعلام نکردم. ببین چیزی که اعلام میشه این هفته یه چیزه، هفته بعد یه چیز، هفته بعد یه چیز. خب ولی فکر کنم تا الان نزدیک 8 میلیارد خورده شده که از این 8 میلیارد خورده من انقدر صداقت دارم بگم 1 میلیارد 690 خورده شو همین آقا پرداخت کرده. کی پرداخت کرده؟ از نوع 5. اگه ما تیمو تحویل ندادیم یا هر دلیلی، از نوع 5 برای چه هزینه بخشی رو دادن؟ برای چی دادن؟ آقای نعیمی اگه دوست دارید اینو برای اولین بار تو این برنامه داره میگم، لیست تیمو که برای شما فرستادم پرواز بگیرید برای یک بازی، بعد به من وایس دادن 2 روز مونده به بازی که گفتن آقا ما نمیتونیم پرواز بگیریم و از این داستانا هر جور میشه خودت یه کاری انجام بده.
بعد چجوری شما تیمو کارهای تیم انجام نمیدادید؟ به این نشونی که من لیست دادم به اون عزیزی که به من معرفی کردید که تو دفتر شما هست و بعد از من سوال کرد شما هم با تیم میرید که بهش گفتم ای خودم با تیم میخوام برم، هزینه خودم چیز میکنم، رفتی به این بازیکنان ندارم. اگه نیاز باشه همه مدارکشو میفرستم، تاریخ داره، ساعت داره، معلومه که خیلی چیزهای دیگه. جناب زحمتکش، حالا در مجموع همه صحبت‌ها شد، برداشت شما از این حالا آخرین توافقات با آقای نعیمی پور چیه؟ فکر میکنید که به سرانجام میرسه نمیرسه؟ نظر شخصیتون رو میخوام بدونم. ببینید من به شخصه برای اینکه مشکل حل بشه حسن نیتمو به خیلی از عزیزان ثابت کردم. بله. میدن دیگه، عزیزان میتونن بیان گواه بدن. شما فرمایید تاریخ توافق جدید برای امروز بود، یعنی از امروز دوباره فردا توافق جدید بشه؟ من توافق جدید نگفتم. نه فرمودید امضا نکردن. آره گفتم امضا نکردن عزیزان. خب گفتن ما قبول نداریم. الان وضعیت فعلی چیه به هر حال؟ وضعیت فعلی من عزیزان بزرگوار جناب آقای آرمان براش توضیح میتونم بدم که حالا داستان چیه، چیکار میخوام بکنن. چون من شنیدم همین برادر عزیز ما آقای نعیمی هم نامه‌ای زدن تیمو گفتن دیگه تیمداری نمیکنن. من اسمشو نمیدونم ولی خب شنیدم. گویا بله نامه‌ای به هیئت فوتبال و ورزش و جوانان زده شده. ما اینطور شنیدیم. نه هیئت فوتبال زده نه، من شنیدم. در رونوشت نیست. آرمان زده. رونوشت نداشت اون نامه. آره. بعد درباره من خواستم یه صحبت کنم، ایشون اومدن تو برنامه شما گفتن توپ گرفتن از سازمان لیگ توپ ندادن، درسته؟ بله. من یه خواهش میکنم از شما یه مدرک بیارن که ما از سازمان لیگ توپ گرفته باشیم، خودمون تحویل گرفته باشیم و پولش نده باشیم. اگه آوردن کل هزینه باشگاه رو من ریالی ازشون نمیگیرم. حالا یکی دیگه رفته توپ گرفته بدون نامه توپ گرفته، زمان ما نبوده، به ما چه ربطی داره؟ سازمان لیگ مقصر داده، به هر کی رفته گرفته بره جوابشو بده. ما یه نامه زدیم 21/5402 به سازمان لیگ. بله. گفتیم آقا توپ میخوایم. 22/5402 طی فیش 123421 یه 17 میلیون تومان 12334221 10 میلیون تومان به تاریخ 22/5/1402 پول ریختیم به حساب فدراسیون برای توپ. توی اون مفاصل حسابی که به شما دادم تاریخ داره، 22/5 برید نگاه کنید. نوشته واریز هزینه توپ سازمان لیگ. و بعد از اینکه سازمان لیگ تایید کنه این پول به حسابش نشسته به ما توپ میده. 5 روز بعد به تاریخ 27 به ما توپ داده و از ما رسید گرفته. حالا ما کجا بدهکاریم بابت توپ؟ حالا اگه توپی زمان بنده گرفته شده به دیده منت مدرک بیارن. گفتین در مورد بحث نیروی انتظامی هم میگید؟ بله فیشای نیروی انتظامی همه موجوده. فیشای من یه سوال میکنم آخه با نیروی انتظامی میشه جلی داد؟ جواب میدید به نیروی انتظامی میشه فیش جلی داد؟ دقیقا همین خیلی ادعای عجیب غریبیه دیگه واقعا هم من خندم میگیره. ببینید ما فیشی واریز کردیم به حساب خدمات نیروی انتظامی و فیشاش همه موجوده. تقریبا تمام اندازه بازی‌هایی که ما پارسال توی لیگ 1 لیگ 2 تو شهر خودمون انجام دادیم و یک جام حذفی. بعد از پایان فصل این بزرگواران به من گفتن آقا یک سری از اینا تو حساب ما نیومده. فیش تاریخ داره، کد رأی‌گیری داره، شماره پیگیری داره، معلومه فیش بس جعلی نیست. خب اگه فیش جعلی بود چرا نظام به من شکایت نمی‌کرد؟ چرا به من شکایت نکرد؟ نظام یه نامه‌ای به من زد تا این مبالغ به حساب ما نمیشه. نامه‌ای زد که این مبالغ نیومده در واقع. بله کی؟ گفتم 3402 ما پول کی ریختیم؟ هفته 6402 یکیش مثلا 7401 اون پارسال اولین بازی بود.
خب ما علم و غیب داریم مگه ببینیم پول به حساب رفته نشسته یا ننشسته؟ ما دسترسی داریم مگه به حساب نیروی انتظامی؟ این عزیزان بعد از که به من گفتن حساب نیروی انتظامی یه شناسه داره که به حسابشون واریز میشه و قابل رؤیت کسی عموم نیست، فقط خودشون قابلیت رو دارن. شما اگه یه شخص عادی الان به من بگی من براش پول بریزم، من فردا صبح میتونم در آن ببینم پول تو حسابش نشسته یا نه، ولی آیا نیروی انتظامی یا مراجع قضایی رو من امکانش ندارم نگاه کنم ببینم بسته است حسابشون. بعد از که نامه‌ای به من زدن من رفتم پیگیری کردم، دیدم این پول نه به حساب من نشسته نه به حساب این عزیزان. بعد از نامه نشسته نه حساب نیروی انتظامی. بله بعد از من همه مستندات دارم میتونم بفرستم. بعد از نامه‌نگاری بانک مرکزی و پیگیری متوجه شدیم پول به حساب ننشسته. بعد از تقریبا 3 ماه و 10 روز که من شاید بخشی از عزیزان اعلام کردم این پولا برگشت به حساب خودم. خاطر مشکلی که تو تراکنش‌ها بود ننشسته بود. مثلا یکی برای برج 6 بود، یکی برای برج 8 بود، یکی برای برج 11 بود. پشت هم نبود بگیم ما اصلا چیز بوده. بعد از نامه‌نگاری برگشت به حساب خودمون. ما هم گفتیم آقا الان شما تو حساب رسیدی برید نگاه کنید، گفتیم آقا 21 میلیون تومان به نیروی انتظامی بدهکاری. این نامه به حساب ما برگشته. کی برگشته؟ کی برگشته؟ 17/3/1402. پرینت بانکی منم هست. اون موقع تازه برگشته به حساب شما. 402 بعد از نامه‌نگاری که ما متوجه شدیم پول برگشته به حساب. خیلی راحت هم میشه در آورد. با پرینت بانکی پول معلومه رفته. بعدش بعد دوباره پرداخت شد بهشون دیگه. نه پرداخت نشد. دیگه نشد. 17/6/402 چند وقت پیش. بله. اینا نامه برج 3 زدن 4 زدن، بعد از اینکه من پیگیری کردم این پرداخت نشده. کجای این فیش الان جعلیه؟ یکی به من بگه. یا گفتن هتل فیش جعلی. هتل می‌خواستم ازتون بپرسم هتل جریانش چی بود؟ فیش جعلی هتل به من یکی نشون بده چیه. فیش جعلی هتلی در کار نیست. هتلی در بوشهر که ما یک شب مهمانشون بودیم، اون بزرگوار که من واقعا براش متاسفم یه شماره حساب به ما دادن با موبایل شخصیشون که آقا این پول رو بریزید به حساب اون آقا. ما پول رو رفتیم به حساب اون آقا، رفتیم تو هتلشون. حالا بعد از هتل بیرون اومدن هتلشون انقدری که افتضاح بود ما همون فردای 8 صبح هتلمون رو عوض کردیم. گفتم باید بابت روز دوم به ما غرامت بدید. گفتم بابت که ما نموندیم غرامت هتل میدن. رفت برای ما شکایت کرد تو شعبه از شعبات استان بوشهر. من رأیش رو خدمت شما فرستادم. بله. رأیش رو بله. نوشته قرار من تعقیب. بله. هیچ جعلی در کار نبوده، درسته؟ چیزی که شما فرستادین بله. نه شعبه شماره داره، شعبه بوشهر داره. اون هست خیلی مشخصات پیش شما هست دیگه. بله. من از این عزیزان میخوام به جایی که اینقدر دروغ بگن، به جایی که اینقدر بیان تو بعضی از رسانه ملی تو پیجای خبری بیان این صحبت‌ها رو کنن، برای این ذره اطلاعات بگیرن، یه ذره اطلاعات دقیق دستشون بیاد بعد بیان صحبت کنن. مگه من میرم پول هتل رو حساب میکنم؟ مگه من میرم فلان جا خریدو میکنم؟ من نمیخوام اسم عزیزی که تو تیم ما میرفت خرید میکرد رو ببرم. میتونین ازش استعلام بگیرید. بله. بکنم گرفتین هم شما. بله. چی به شما گفتن؟ گفتن که حساب کتابا رو اصلا خودشون انجام میدادن. کی انجام میداد؟ آقا سامان دیگه. خودی اسمش هم شما گفتید. من پول میرسم به حساب این عزیز ما، همه رو این عزیز اونجا کارت میکشید. بله. خب من چه پیش جعلی بدن دادم؟ حتی نمیدونستم اصلا کدوم استانه. میگفتم بندرعباس و خیلی برای من جالب بود ما بندرعباس نرفتیم. تیم فوتبال ساحلیمون بندرعباس رفته. درسته. خب من همینو میگم آقا به خاطر اینکه شما بیاید بعضی جا تو رسانه یه سری صحبت‌ها رو کنید، اول حداقل یه اطلاعات بگیرید دربارش. درسته. بعد بیاین صحبت کنید. با فرافکنی با تشویش اذهان عمومی نمیشه بیاد یه کارایی انجام بدید. نمیشه شما بیاد 4 نفر اجیر کنید برید به این به ایکس ایگریک توهین کنن. آقا مسئولین استان گیلان باید چیکار کنن برای یه تیم شخصی؟ تو بیا پولتو بده تیمتو بگیر دیگه، غیر از اینه مگه؟ آقا منم پول نمیخوام. بله. والله من پول نمیخوام. آخرین چیزی که شما فرمودید در واقع اینه که در واقع پول از این بالاتر داریم مگه؟ من تا پایان لیگ 1
هیچ پولی از اون حساب برداشت نمیکنم. بریزید به حساب دادگستری. هر وقت همه بدهی ها اومد، همه چیزا قطعی شد، در واقع مثلا x تومن به اون حساب ریخته میشه، اصلا به فرض میگم، فرض مبلغ به فرض مثلا x تومن هم بدهی داره تیم. بله x تومن بدهی رو هم خودم میدم، از اون پول برداشت نشه. بله خب x تومن بدهی رو هم خودم میدم، از اون پول برداشت نشه، پول همونجا بمونه. هر وقت به این قطعیت رسید هیئت فوتبال استان گیلان جناب آقای آرمان که آقا هیچ بدهی دیگه وجود نداره، پول به من بدن، این پول رو بریزم به حساب دادگستری به اون فرد امین، والله قسم من فردا یه کاری میکنم پروانه باشگاهشون رو بگیرن. بله اصلا پروانه بگیرن، امتیازشون رو بیان قانونی درصدشون رو پرداخت کنم به هیئت فوتبال، به فلانجا، به ساجا، بیان برن اصلا پروانه بگیرن. بله اینو نمیخوان، غیر از اینو مگه پول من برداشت نمیکنم. هم پولی که پرداخت، ببینید این عزیز ما میگه من این بازیکن‌ها رو نمیخواستم. بله بابا این لیستی که شما به من دادی با سربرگ دامون سند که اون آقای خریدار قبلی داده بود، همونو به من دادید و بازی با استقلال و پیکان اومدید گفتید عجب بازیکنایی، همه رو شما دیدید، بعد من قرارداد باشون نوشتم. آخه دیگه چرا دروغ میگیم آخه به کی داره دروغ میگیم دیگه؟ چیزی که عیانا چه حاجت بیان باشه. شما میفرمایید اگر اختلافی هم هست بذاریم برای بعد، در واقع پول واریز بشه در یک حساب امانی. آقا به من چی میگن اصلا بمونه برای بعد، حالا چه اصلا من نه هیچ دعوایی دارم، نه هیچ بحثی دارم، نه وارد مشاجره میشم. میگم باشه اصلا هر چیز ما بمونه سر جای خودش. شما الان دغدغه اینه دارید که آقا تیمو به من تحویل نمیدن که دادن، میگید آقا من مالک نیستم که مالکیتم به شما دادن، پروانه میخواید برای شما صادرم بشه که اونم میشه. باشه شما بیاین پولا رو برید تو حساب امین یا حساب دادگستری، مبالغ هر موقع بدهی داشتیم قطعیت شد بازم خودم میدم، از اون برداشت نکنید، به من ابلاغ کنید این بدهی من پرداخت کنم. هر وقت تموم شد شما تازه میاین برداشت میکنید. تموم شد آقای هیئت فوتبال تایید کرد، آقای آرمان تایید کرد، که شما بپوید پول برداشت. این یک موضوع واضحیه که دیگه دوستان هیئت فوتبال و ورزش و جوانان و آقای نعیمی پور هم دارن میشنون دیگه، خیلی واضح و شفاف هم هست. نه آقای همه این چیزا رو آقایون شنیدن قبلا، من این چیزا رو گفتم، مردم الان دارن میشنون دیگه. به هر حال من این جمله رو آقای آرمان میدونه، آقای الماسالی میدونه و عزیزانی که تو جلسه بودن میدونن. من گفتم آقا من ریالی از این پول برداشت نمیکنم، ولی این پول اصلا در واقع اجازه برداشت هم نباید داشته باشین شما دیگه. در اصلا نمیخوام آقا، الان تو برمیگه من اصلا اجازه برداشت نمیخوام. اجازه برداشت آقای الماسالی تشخیص داد، آقای آرمان تشخیص داد، مرجع قضایی هر چی رأی داد، به من میگن آقا این الان از این شما برو برداشت کن. از این شفافتر دارین مگه؟ من به شخص قانع شدم واقعا. هر کسی قانع نشد بیاریدش صحبت کنه با من رو در رو، بگه آقا اینجوری من قانعش کنم که آقا میگم پول نمیخوام دیگه، من ریالی پول نمیخوام. بله پولو بریزید تو حساب امین. از اون طرف هم که فرمودید که بازیکنام که خیالشون راحت باشه شما تشریف نمیارید، اینم که دیگه مشخصه دیگه جفت مسائل واضحن دیگه فکر نکنم مشکلی باشه. بله دیگه اگه مشکلی باشه دیگه فکر کنم همه متوجه میشید چه خبره. خیلی واضح بود دیگه. آقای زحمتکش ممنون که وقتتون رو به ما دادید، خیلی صحبت طولانی و خوبی بود. در پایان اگر هر صحبتی شما دارید که این تریبون صحبت مستقیم با هوادارا و مسئولین. من تشکر میکنم از شما اول به عنوان که فردا اگه به شما نگن که شما منم رفتی طرف زحمتکش، من اول این عذرخواهی از شما بکنم، شاید فردا این ترکش هم مثل بقیه دوستان به شما بگید. قبلش هم به ما گفتن البته. حالا دیگه ببینید کار رسانه، البته من اینو بگم برای یک سری از دوستان متاسفم که حتی امروز هم داشتن بازی رو پخش میکردن، هی جملاتی گفتن که والا من اصلا جای تاسف داره. ببینید کار رسانه شفاف سازیه و راستی آزمایی، فکر نکنم غیر از این باشه. شما هر چیزی که من گفتم با مدرک هست میتونم به شما بدم، شما رسانه ای کنید. همین امشب اصلا برای فردا هم نذارید، همین امشب بدم شما رسانه ای کنید، برای فردا هم نذارید تا ببینید آیا شدنی هست یا نه. ببینید من اول عذرخواهی میکنم، امروز هم تو استادیوم ببینید من شاید
ناراحت باشم از بعضیا، ولی فوتبال رو میشینم نگاه میکنم. به هر حال کسی که زحمت میکشه برای یه جایی، جوونه میکنه تا یه جایی میاد، یه عشقی بهش داره همچنان. و از یک سری دوستان که یک سری مطالب رو میگن، شاید بعضی چیزا رو میذارن، میدونم شاید تحت فشار باشن، شاید برای اینکه جایگاهشون در خطر بیفته مجبورن این کارو بکنن، هم ناراحت نیستم. مثلا در این 17 ماهی که من تو تیم بودم، شما یک بار عکس منو ندیدید جایی. ببخشید جسارم اینجا قاچاقی یه عکسی گرفته باشید از من مثلا یه جا پخش کرده باشید. مگه نه دوست داشتم مصاحبه کنم، نه دوست داشتم تو قاب تصویر زیاد بیام، نه خیلی چیزای دیگه. آدم کارش و رفتارش رو با عملکردش نشون میده. عملکرد من گویای خیلی چیزا بود توی 14-15 ماه که من 2 تا صندلی 2 تا کرسی تو مجمع فدراسیون فوتبال داشته باشم که شاید استقلالش هم ندارن. با چه عناوینی دارید این 2 تا سمت رو، 2 تا کرسی رو؟ یه دونه قهرمانی فوتبال ساحلی کشور و یه دونه هم تیمی که از لیگ 2 آوردن لیگ بالاتر. بله. میگم شاید خیلی از تیم‌های مطرح کشورمون هم این 2 تا جایگاه رو نداشته باشن. تیم داماش گیلان این 2 تا رو داره. آقا ما یه کاری نکنیم این فرصتامون سوخته شه، ما یه کاری کنیم بتونیم از این فرصتامون تو جایگاه استفاده کنیم. بله. ما هر چیزی، نه من، هر عزیزی که اومد، من که دیگه نیستم، هر عزیزی بعد از من اومد، هر جا کمک خواست، بنده چه کمیته انضباطی، چه کمیته استیناف، چه کمیته های حالا هر جای دیگه که بتونم کاری انجام بدم بدون هیچ چشم داشتی کار انجام میدم. حتی شاید شما در جریان نباشید، تو بازی شهرراد شیراز عزیزان بازم شلوغ کردن تو زمین. همین برادر بزرگوار ما مالک باشگاه، من بگم متقاضی مالکیت، بگم مالک، من مالک میگم، متقاضی نمیگم. بله. به داور بازی بی احترامی کردم و بهشون اخطار داده کمیته انضباطی. همین امروز هم فکر کنم صداشون رو شما دیگه تو این شبکه آنتن داشت پخش میشد دیدید و صداشون هم میشنیدید، چند بار مکرر جملاتی میگفتن. تو خواهش میکنم از خویشتن‌داری بیشتری کنه، چون باعث میشه وجهه تیم داماش تو کمیته انضباطی و جای دیگه خراب بشه و اون وقت درست کردنش سخته. نه این عزیز بقیه دوستان، هیچ داوری با ما پدرکشتگی نداره. بله امسال حق ما رو خوردن، اصلا درش هم شکی نیست، در چند تا بازی اصلا هم شکی درش نیست، ولی ما با داد فریاد هیچ چیزی رو نمیتونیم ثابت کنیم. من خواهش میکنم یه ذره خویشتن‌داری بیشتری کنم. جوشی هستید دیگه. من اگه جوشی هستم حداقل پشتم قرصه. اگه جوشی هستم میتونم یه کاری انجام بدم. من میتونم برم، ببخشید شاید گفتن این بازی که تو خیبر خرم‌آباد پیش اومد و خیلی خودتون میدونید خیلی ها شاید باید 6 ماه محروم میشدن، با یک جلسه و یک جریمه بخشیده شدن. همه میدونن چه اتفاقی افتاد اونجا. آقای الماسخاله رو برید بپرسید و آقای من سرپرست تیمم نام میبرم، سوال کنید ازش من تو کمیته انضباطی چیکار کردم که تا این 14 تا بخشیده بشه. نمیخوام چیزای دیگه بگم، نمیخوام اصلا بگم رأی ها چجوری صادر شد، برای چی صادر شد، چی شد. نه کسی به ما کمک کرده، نه چیزی، مگه آقای ساداتی اون رأی اول داده بود. میخوام یه چیزی به شما میگم، واقعا دل آدم رو درد میاره. کسی اگه واقعا دلش کمک کردن به تیم باشه بگه آقا اله بله. برای جلسه اولی که آقای ساداتی تشکیل داد که ما برای جلسه من به همین آقای نصیری برگشت، اول یه رأی دادن بعد دوباره یه رأی دیگه ای دادن. نه خب ببین، هر رأی بر اساس یه دادخواستی داد. بله. آخه جفتشون هم قطعی بودن. نه ببینید، من یه چیزی میگم، حالا اطلاعات حقوقی شما من شاید بیشتره ولی ما که بالاتر بده. هیچ رأی داوری قطعی نیست. زمانی رأی داور قطعی میشه که مرجع ابلاغش معلوم باشه، مثلا باشه از سامانه سنا مستقیم ابلاغ کنه، قطعیت داره. ولی وقتی شما میری رأی داور رو از مرجع قضایی ابلاغ میکنی و مرجع قضایی هر رأی رو که ابلاغ میکنه 20 روز وقت دارید به اون رأی اعتراض کنید و قطعی درست رأی داور قطعیه،
ولی میشه ازش ایراداتی گرفت، رأی داورم باطل. هیچ رأی، اون رأی قطعی نیست. تازه ما همین رأی هم که الان من گواهی دارم اون جمله آخر رو عرض میکنم که توی اون حالا متنشون می آورد، هر دوبار هم آوردن. مرجع قضایی داستانات حقوقی اصلا شکل‌های خاص داره که اصلا قابلیت رسیدگی متفاوته و زمان بره و با یه روز، دو روز، 10 روز، 20 روز نمیشه. همچنین الان بعدی هم رأی بده دوباره میگه تجدید نظر. همه این چیزا هست. من میخوام به این جمله برسم که روزی که به من ابلاغ شد برای جلسه اولمون با این برادر عزیز آقای نعیمی، ساعت 8:30 صبح به من ابلاغ شد که من الان ابلاغش هم دارم که از سامانه سنا برای من اومد که هفتم ساعت 12 جلسه رسیدگی داریم. بله برادر عزیز، من 12/7 کمیته انضباطی بابت 14 تا بازیکنی که محروم بودند و میخواستم اینا رو بیرون بیارم و بازی کنن تو تیم بودم، چجوری باید تو جلسه شما حضور پیدا میکردم؟ من نامه طبق یک لایحه آقای ساداتی گفتم آقای ساداتی با واسه اینکه 6 ساعت 8:30 صبح به من ابلاغ شده اینا مستنداتش، ولی من تو کمیته انضباطی تهرانم و داره بازیکنایی که محروم شدن رو میارم، نمیتونم قاعدتا تو جلسه شما باشم. این جلسه رو تجدید کنید، یعنی یه 2 روز دیگه زمان بذارید تا من بتونم حضور پیدا کنم و منم مستندات منو بیارم. ولی متاسفانه به این عزیزان گفتن و جوابی تو از آقای ساداتی بپرسید، نه از من، که چی گفتن. بعد در یک جلسه هفتم تشکیل شد و من هیچ نه حضور داشتم نه مستند بودم، رأی صادر شد و قاعدتا من میتونم به اون رأی اعتراض کنم. بعد از که رأی صادر شد، فردای صادر شدن رأی چکشون برگشت. یعنی چی هستن؟ بعد رفتن یه شعبه تو تهران برای من شکایت کردن به عنوان خیانت در امانت. آخه خنده داره. اولا که تهران ساله رسیدگی نیست، این یک. آقایانی که حقوقیان میدونن من چی میگم. دو، چکی که طبق این قرارداد شما به من دادید چجوری میشه خیانت در امانت؟ که شما میگی آگاهی به من زنگ زده. یه عزیزی از آگاهی شاپور تهران به من زنگ زد، گفت شما های زحمت کشید. گفتم بله بفرمایید. گفت اینجوری شده فلان کس گفته شما تو جلسه حضور پیدا کنید. گفتم من نمیاد، شما این توضیحات رو براشون بدید، اگه نیازه به من ابلاغ کنید، من قضایی خودم جوابشون توی لایحه بهشون میدم. اصلا من نمیدونم با چه انگیزه‌ای میرن همچی کارایی میکنن. آقا بیاید پولتون رو بدید، تیمتون رو بگیرید دیگه، چرا دنبال حاشیه میگیرید؟ آقا بدهکاریم، چشم، این پول بمونه اونجا، هر وقت تصفیه شد بعداً. من زیاد سرتون رو درد نمیارم، چون هر چی خیر و صلاح پیش بیاد که به هر حال من آخرین جمله‌مو چند هفته آینده این قضیه حل شه. ولی من چشم آب نمی‌کنه. ولی من این جمله آخرمو میگم و از این تماشاگره که توی جایگاه اشخاص افراد مسئولین بی احترامی میکنن، میخوام یه چیزی بگم. این مسئولین به ما کمک کردن، حالا در هر جایگاه و هر پست و مقامی هستن. پارسال به ما کمک کردن و امسال هم داره به ما کمک میکنن. نیاز بهشون بی احترامی کنیم. اگه مشکلی داریم بریم بشینیم باشون ببینیم مشکل چیه، اون عزیزان شما رو قانع کنن که مشکل از اونا نیست. سعی نکنید بی احترامی کنید. مسئولین شورای تامین بی احترامی شد. واقعا من همین برنامه شما از شورای تامین استان، از دادستان استان، فرماندار شهر رشت، عزیزانمون تو سپاه، اداره اطلاعات، همه عزیزانی که تو شورای تامین هستن عذرخواهی میکنن. شاید عزیزان اطلاعاتی درستی ندارن که میان مصاحبه میکنن، شورای تامین شما فلان بده، آقای آرمان شما فلان بده، آقای الماسال شما فلان بده، حضور بانوان این داستانا. ببین یه سری جملات هست نمیشه گفت. فقط 6 تا تیم توی لیگ برتر اجازه حضور تماشاگران دارن، بقیه رو ندارن. تو خود لیگ برترش 6 تا استان میتونن بیارن. اونایی هم که میارن ببینید، اونایی هم که میارن مماشات میکنن، میگن بذار بیارن، وگرنه قانونی نیست. حالا بذار بیارن نمیشه. اگه نماینده بازی بخواد گیر بده، همه اون عزیزان رو بیرون میکنن. اگه نماینده بازی گیر بده، همه اون عزیزان باید استادیومو تخلیه کنن.
آقا برید یه ذره اطلاعات بگیرید. آقا من نمیتونم بگم کدوم نهاد امنیتی اجازه ورود نمیده. شما برید اطلاعات بگیرید. من شماره آقای فراهانی نماینده برگزاری مسابقات لیگ یک رو به شما میدم. ازش اطلاعاتی بگیرید ببینید به شما چی میگه. شما قانع بشید، شما که داره با من مصاحبه میکنید و شما پیج خبری و شما کانال خبری قانع بشید که جواب اون عزیزان چیه، ولی به کسی اعلام نکنید. بگید بله ما استعلام گرفتیم گفتن اینجوری. آقا گفتن زیر ساخت، بله زیر ساخت نگفتن برای میخواید همین الان همزمان من اون عزیز بزرگوار با یه گوشی دیگه بگیرم بذارم شما گوش بدید؟ الان که دیگه واقعا هر موقع من زنگ بزنم جواب منو میدن. هر موقع من زنگ بزنم جواب منو میدن. به خاطر چی میدی؟ من سعی نکردم تو این اندیسا پلای پشت سرمون رو خراب کنم. این عزیزان داره یه سری پلا رو خراب میکنن. ما به این بزرگواران تو این استان برای برگزاری مسابقه احتیاج داریم، به ما کمک میکنن. بله. ما باید کنارشون باشیم، نه رو در روشون باشیم. به هر طریقی ببینید خود شما میدونید برگزاری مسابقه تو استادیوم عزادی 1001 مشکل داره، ولی این عزیزان با کمترین چیز میان به ما کمک میکنن. چیز ناچیزی میگیرن میان به ما کمک میکنن که اصلا زیبنده شاید اون لباس و اون زحمتی که میکشن نباشه. و بعد گفتن یه سری جملات بی احترامی کردن اصلا زیبنده نیست. میگم من به عنوان یک هوادار داره میگم الان، نه به عنوان یک مالک، نه نمیدونم چی، به عنوان یک هوادار داره میگم عزیزان ما توی سکوها یه ذره خویشتن‌داری کن. مسئولین استان گیلان بهشون دستی نداره. مسئولین استان گیلان ورود کردن که مشکل حل، عزیزان نخواستن حل کنن. مگه نهاد بالاتر از قوه قضاییه داریم؟ ورود کرد دیگه مشکل حل کنه. ولی خب عزیزان نخواستن، یعنی به حرف اونا هم تمکین ندادن، یعنی حرف اونا هم گوش ندادن. در ظاهر میگن آقا ما گوش بدیم، ولی در باطن متاسفانه اینجوری نیست. در حال میگم من فقط از عزیزانی که اسمشون روی اون سکو برده شده، من زحمتکش اشکال ندارم. شاید فردا بعد از برنامه شما تو این پیجای خبری زیرنویسا بازم به ما فوش‌های بدن. خب اصلا مهم هست. من ناراحت هستم قلبا به خاطر اینکه یه سری آدما واقعیت رو نمیدونن و گفتن واقعیت ها همه جا درست نیست. من تو این برنامه شما خیلی سعی کردم خیلی جملات رو نگم، خویشتن‌داری کنم که شاید منم بشم مثل اون عزیزی که هفته پیش اینجوری صحبت کرد. آقای زحمتکش به هر حال امیدواریم حل شه دیگه قضایی خلاصه، حالا به هر شکلی شده. من فکر کنم تو برنامه شما دیگه خیلی چیزا رو شفاف گفتم. بله. ریالی پول بله نمیخوام ریختش تو حساب اون آقای امین. هر وقت بدهیات تصفیه حساب شد به من بدن. البته اینو بگم یک سوال میمونه، اگر نشد چی میکنیم؟ بدهی از پارسال ما زیاد فکر کنم نداشته باشیم. اگر هم داشته باشیم در حد 100 تومن 150 تومن ایناست، مال پارسال. امسال داره نمیگم چون امسال به من ربطی نداره. مال پارسال اگرم باشه به اسم باشگاه داماش نیست. من شخصی خودم انجام دادم. ببینید زمانی شما میتونی بگی بدهی عزیزان دوستان حقوقی دورورشون زیاده، من با نامه باشگاه نامه زده باشم که آقا این کار انجام بدید، بدن بگن آقا باشگاه بده کار. بله. من یک سری تابون یک سری آدمان هم دارم میدم تازه که برای ما تو این تیم خرج تراشیدن الکی. بله. اسمشون رو نمیگم، آدمان هم اسمشون رو نمیبرم. من تابون اونا رو دارم میدم، یعنی اصلا به ما ربطی نداره. من میتونم پرداخت نکنم، هیچ کس هم نمیتونه اشکالی بکنه. بله. اگه من نخوام دلسوزی کنم دستشون به هیچ جام بند نیست. هیچ جام بند نیست. میگن اینجا هتل بدهکاره، اونجا هتل، بیرون رفتیم هتل به ما ندادن. آقا کدوم استان ما هتل بدهکاره؟ یه مدرک بیارن. ببینید حرف الکی فایده نداره. باید یه مدرک. تکرار صحبت داره میشه دیگه، صحبت ها شده، حالا میتونیم عقب هم بزنیم. ویدیو هم تا چند روز حداقل میمونه. نه من از شما خواهش میکنم مثل صحبت اون عزیز ما اصلا صحبت منو پاک نکنید. بله. من از شما دارم خواهش میکنم صحبت‌های منو پاک نکنید. بله. یه آثاری باشه که فردا روز بگن آقای زحمتکش گفت من ریالی پول نمیخوام، بریزید توی حسابی
بعد هر وقت دیدید بدهی سال سوالی 1400 فقط آقای زمانکش اگه کوتاه بفرمایید، تنها سوالی که میمونه اینه اگر نشد چی میشه؟ دیگه نشد. دوستان بزرگوار در اداره کل ورزش و جوانان من هیئت فوتبال نمیگم ها، عزیزانی که نام زدن برای این دوستان اینا رو معرفی کردن بیان تصمیم گیری کنن ببینن آقا باید تیم چی بشه. بله. چون من امتیاز باشگاه چیز شخصیه. بله. امتیاز باشگاه یه چیز شخصیه. بله یه بعد شخصیه، یه بعد هواداریه. این عزیزان این تیم رو مال این استان و این شهر رو این هوادارا میدونن. بله از یه دیگه قضیه بله درست تبعات به هر حال اجتماعی داره تیم. من از صحبت تبعات اجتماعیش دارم ولی از باب امتیاز باشگاه چیز شخصیه. و من این جمله رو یادم است، این عزیزان گفتن 6 تومن باشگاه رو خریده 23 و نیم فروخته، مثلا بگم 22 و نیم گفتن 23 و نیم. من با مدرک به شما ثابت میکنم پارسال 18 میلیارد و 160 میلیون تومان هزینه شد غیر از امتیاز باشگاه. بله. من سوال کنم تو همین 2 تا بازی که رفتن چرا هزینه کردن؟ همین 4 5 تا بازی رفتن دیگه، 5 تا بازی کلا فکر کنم 5 تا 6 تا انجام دادن اینا. بله. 1 2 3 8 5 تا بازی انجام دادن. 6 تا ولی حالا شما فکر کنید 5 تا. از این 5 تا بازی ازش سوال کنید چرا هزینه کردن؟ این چند تومانی شده مثل اینکه حالا چیزی که من فکر کنم 2 میلیارد تومان راحت شده. حالا بیشتر شده کمتر. دو تا بازی رو یه بازی رو که چارتر کرده بودن و بازی بعدیش میفرمودن که دو شده. ببینید تیم لیگ برترش چارتر نمیره. ببین من این جمله رو میگم نه که فردا دوستان به من حرف بزنن ها. ببینید تیم لیگ برترش چارتر نمیره. ما تیم سنتی نیستیم که از جیب دولت بره. اون عزیز بزرگوارم داره از جیب خودش خرج میکنه. بله. اون عزیز بزرگوارم داره از جیب شخصی هزینه میکنه. نهادی بس نیستن بخوام بدن. بله. خب این هزینه رو باید آدم مدیریت کنه. حالا با چارتر رفت اشکال نداره. بازی بعد چرا با چارتر نرفتن؟ مثلا هزینه میره بالا. رفتن تهران، از تهران با پرواز رفتن. این مشکل بزرگ ما که تو این شهر داریم اینه که ما پرواز به یه جای استان نداریم. ما فقط به شیراز و بندرعباس داریم. همین. مشهد هم داریم. مشهد که تیم نداره که ما بخوایم. تیمایی که تو لیگ هستن رو من داریم. بله. خب این دو جا ما میتونستیم بریم. تازه تایم بازیامون هم به اون نمیخوره. بله. تایم بازیامون هم به اون نمیخوره. حالا با همین تواسط من از تو خواهش میکنم ازت خویشتن‌داری کنن. اگرم جمله‌ای هست ببین این توی پیج گذاشتن اینجا صحبت کردن اونجا تو رسانه ملی مشکلی رو حل نمیکنه. حرفی دارن جای حرف زدن معلومه، جای حرف مکانی داره و هر صحبتی جایی داره و هر جا آدم هر صحبتی رو نمیگه که بعضی دوستان سوء استفاده کنن. آخرین خواهش من از دوستانی که دور و بر اینا هستن و با من چند بار صحبت کردن میخوام این عزیز ما رو یه ذره راهنمایی کنن که هر جایی هر صحبتی آقای زحمتکش حالا من از شما خواهش میکنم، از آقای نعیمی پورم اگر حالا برنامه رو بعداً ببینم خواهش میکنم. نه 100% داره میبینن. به هر حال خواهش میکنم و شما خواهش میکنم اسرائیل به هر حال برای به خاطر مردم رشت، به خاطر مردم گیلان و به خاطر خود داماش به هر حال به بهترین شکل ممکن حل بشه. شما ببینید من حاضرم این آخرین حسن نیتمو به شما ثابت کنم. شما به عنوان یک دوست و چند نفر از شما رسانه ها به عنوان حکم بیاید بشینید، من یک طرف این آقا یک طرف، شما قضاوت کنید. هر چیزی شما گفتید من میگم چشم. از این بالاتر داریم میگم از این بالاتر این مدارک رو امیدواریم زودتر حل شه، کار به اونجا نکشه. ببینید چی گفتم، میگم حسن نیتمو متوجهم. میخوام حسن نیتمو ثابت کنم که من وارد چالش و دعوا نمیشم. اصلا من حوصله ندارم وارد چالش بشم. میگم آقا باشه هر چیزی هست بیاید این نفس عمله انجام بشه. بریزید پوله رو به حساب یک جای امین، بعد بیایم بریم بشینیم درباره یک چیز صحبت کنیم. آقا من بیام نمیدونم فلان کنم بسار کنم آقا این حرفا ولی اینکه حتی اصلا حکم به ضرر شما بیاد اصلا این حرفا زیبنده تیم داماش نیست و از این صحبت ها خیلی ها
من میگم از آب گلالود ماهی میگیرن، من چجوری باید به این عزیزان ثابت کنم؟ با تو خفا کار انجام دادن خیلی چیزا رو میشه حل کرد من دیگه. از این بالاتر داریم مگه؟ و آخرم من برای تیم باز آرزوی موفقیت میکنم. من صحبتی هم که پیروز داشت کردم گفتم بذارید ما صحبت نکنیم، اینا ببرن یه ذره روحیه تیمیشون ببرن بالا. اشتباه چی گفتم؟ گفتم غالبا دوست دارم این تیم بیاد بالا، جاش اینجا با همین بازیکن‌ها میاد بالا. گفتم به شما یا نه؟ بله. امیدواریم که ولی این اتفاق اینقدر بیفته. جناب زحمتکش دیگه برنامه خیلی طولانی شد، خیلی صحبت کردیم. اگر جمله پایانی رو بفرمایید ممنون میشم. من صحبتی ندارم و آرزوی اول سلامتی میکنم برای آقا سیامک علیزاده که این مصروف شد، حالا نمیدونم مسئولیت داد چه ایشالا از زودتر خوشه بتونه به تیم شهرش کمک کنه و آرزوی موفقیت دارم به تک تک اون بچه های تیم که شاید استوری گذاشتن دل منو درد آورده بودن چند وقت پیش، ولی من هیچ ازشون نه ناراحتم نه دلگیرم، همون روز فراموش کردم. آرزو میکنم هر چی زودتر تیم فوتبال تماس به روزای خوبش برسه. ممنونم از هر جا کمکی از من به عنوان دوست نیاز بود خالصانه حاضرم بهشون کنم. ممنونم از شما. ممنون که در این برنامه شرکت کردین، صحبتاتون رو مطرح فرمودید. امیدواریم که به هر حال این موضوع به بهترین شکل ممکن برای به سود تیم داماش حل بشه. ممنون. شبتون آرزوی سلامتی دارم. قربان شما. شبتون شما موفق و معید باشید. خب شنیدیم نقطه نظرات آقای زحمتکش روی برنامه، خیلی طولانی هم شد. کل صحبتایی که شد، حالا دفاع کردن، علیه هم حرف زدن، حالا هر چی که شد، دو تا نکته مهم داشت. یکی اینکه ایشون فرمودن که به هیچ وجه دیگه اصلا نمیخوان توی فوتبال باشن، علاقه‌ای ندارن توی فوتبال باشن. علل خصوص تیم داماش نیازی نیست که کادر فنیمون و بازیکنامون از این بابت نگرانی داشته باشن. مورد دومی هم که حالا نقطه نظرشون رو فرمودن این بوده که مبلغی رو نمیخوان بگیرن و مبلغ حالا هر چقدر که هست، اصلا حتی اگر کلش هست بره به یک حساب شخص امینی و بعد از اینکه همه مشکلات غذاییش حل شد اون موقع تازه قابل برداشت بشه اگر مبلغی موند. که خب صحبت احتمالاً منطقی باشه. من فکر میکنم که در جانب دیگه هم احتمالاً این قضیه، امیدوارم که حداقل به خیر و خوشی حل بشه و این پیشنهاد پذیرفته بشه. اگر حالا سر اون بحث شخص امین و حالا نکات قانونی که وجود داره اگر بتونن به هر حال دوستان به توافق برسن. ممنون از شما که تا این لحظه بیننده این برنامه بودین. خیلی هم طولانی شد، ما هم از صبح بیداریم و تا برنامه دیگر که احتمالاً وارشتاک باشه شما رو به خدا میسپارم. البته سعی میکنیم که با جناب جهانبخش آرمان هم یه گفتگوی تصویری تو این چند روز داشته باشیم و ایشون هم نقطه نظراتشون رو مطرح کنن که شما حتما این قضیه رو بشنوید. ممنونم از شما. تا برنامه دیگر از شما خداحافظی میکنم.